تبعیضی برایشون قائل نمیشه، شرایط آزاد دارن، دموکراتیک دارن و از این طریق همه به خاطر آینده بهتر خود با هم بتونن همکاری وسیع داشته باشن. به هر حال این فکر میکنم فشرده یا خیلی خلاصه شده دیدگاه و نظراتم هست در رابطه با کشورمون، با این تنوعاتش و با شرایط روزگار، با مجموعه کنوانسیون ها یا توافقنامه هایی که در سطح جهان الان وجود داره. ما در چارچوب کشورمون میتونیم این برنامه رو اجرا بکنیم. خب ولی میدونیم که نیروی مخالف قوی هم وجود داره در لباسهای مختلف و در هر مقطع در 100 سال گذشته عمل کرده اینا. خب هممون میدونیم در 100 سال گذشته بعد از جنگ اول جهانی، اواخر جنگ اول جهانی، یه انقلابی تو منطقه صورت گرفت و امپراتوری روسیه تزار پادشاهی از بین رفت. بعد به دنبالش جنگ داخلی پیش اومد، همراه با جنگ جهانی جنگ داخلی هم پیش رفت و طولانی تر هم شد تا سال 1921 اینا که بعد 22 اتحاد جماهیر شوروی اعلام شد. به هر حال در رابطه با ایران به خصوص دو ابرقدرت، یکی تزار روسیه و یکی هم امپراتوری بریتانیا، با هم خیلی به اصطلاح نفوذ قوی داشتند و مؤثر بودند در مجموعه تحولات. ولی وقتی که تو اتحاد شوروی، یعنی تو بعد از انقلاب اکتبر، جنگ داخلی، انگلیسان متوجه شدن که نمیتونه حکومت به اصطلاح بولشویک‌ها را از بین ببره، در رابطه با ایران دیگه میداندار تنها عمل کردند و به اصطلاح رضا پهلوی یا حکومت پهلوی و که به اصطلاح تکیه به پانفارسیزم داره مستقر نمودن و هممون جزئیاتش رو تا به امروز میدونیم. مسئله این هست که در کشور ما سال 1906 یه انقلاب مشروطیت صورت گرفته بود و برای اولین بار صاحب قانون اساسی شد. بعد دارای مجلس شد و شاه هم پذیرفت که به اصطلاح دستگاه حکومتی قاجار هم پذیرفت که به اصطلاح با این مشروطه این شرط رو بپذیره که نماینده های مردم قانون وضع کنن و اون هم بپذیره که اینم قبول داره و همراه میشه اینا. در اجرای این کار هیچ مشکلات ایجاد نمیکنه. به هر حال اول محمد علی شاه با این مسئله با تحریک حکومت تزاری مخالفت کرد، ولی بعد شکست خورد و بعد پسرش احمد شاه کاملا اینو پذیرفته بود و مشکل اونچنانی هم وجود نداشت. فقط تنها مشکلی که وجود داشت باید مردم ایران همت میکردن این وضع نگه میداشتن. ولی خب رضا پهلوی اومد کودتا کرد، همه چیز به دست و به چنگ خود گرفت، مجلس را هم تبدیل کرد به یه ابزاری که هرچه اون بخواد باید قانون بشه، نه خواست مردم نه نیازهای کشور. او بود که این حالت رو به وجود آورد، انقلاب را به شکست کشوند و خب نتیجه انقلاب به اونجا رسید که به اصطلاح پهلوی دوم، یعنی محمد رضا شاه پهلوی، به نظر من الان دوست و قبلیمون صحبت میکرد، اشاره کرد که اومد یهو حزب رستاخیز فلان درست کرد. به نظر من بخش بزرگی از دستگاه حاکمیت پهلوی، یعنی محمد رضا شاه پهلوی، پذیرفت که در ایران تحولاتی صورت بگیره در راستای خواست ابرقدرت‌ها و بر اون اساس بود که شاه در لبنان جنبش عمل و سرمایه گذاری کرد، نیروهای افراطیش رو کنار کشید و از اونا تشکیلاتی به نام حزب الله درست کرد. بعد از این ور خب من سال 1153 تو زندان پهلوی، رژیم پهلوی بودم و اونجا با چشم خودم با کاملا ناظر بودم که
یه سکتوری بخشی وجود داشت در زندان، اونجا ساواک حزب الله آموزش میداد. خب ما اون موقع سر در نمی آوردیم که چرا همچین کاری میکنه. بیشتر فکر میکردیم این بخش اداره هشتم اداره به اصطلاح سیستم ضد جاسوسی و نمیدونم خارج از کشوری کارهای اینجوری برای این کارا داره مثلا حزب الله آموزش میده. من سال 53 تقریبا اواخر تابستان از زندان در اومدم. بعد یه مقدار امتحانات داشتم، اون امتحانات دادم و 4 تا امتحاناتم تمام کردم. تو بعد بالاخره رفتم سربازی. بعد از سربازی هم رفتم کار کردم و تمام بدهکاریامو به دانشگاه پرداختم که مدرکمو بگیرم. وقتی رفتم دانشگاه دیدم دانشگاه پر حزب اللهی شده. شما در نظر بگیرین تا سال 56 من اوایل 56 موفق شدم که به اصطلاح پولام همه را پرداخت کردم، قسطاش و فلان اینا. بعد اون دوستانی که اونجا میشناختم، بچهای ترکمنی که قبلا با هم بودیم تو دانشگاه، بعد به هر حال همه اینا دوستان کرد داشتم، همه میگفتن که اصلا اینجا دیگه دانشگاه پر شده از حزب الله. ما تو دانشکده خودمون باور کنید 3 نفر فقط داشتیم که نمازخونه نماز میخوندن. رفتم دانشکده خودمون از بچه‌هایی که به اصطلاح 2 سال از ما بدتر بودن، اینا بعدن اومدن، چند تاشون میشناختم، صحبت کردم. الان میگفتن که اون جا کم اومده یه جای دیگه رو گرفتن. یعنی یه جو دیگه نشون میداد که چه سیر تحولات جوی که ایجاد شده به نفع کی هست اینا. و این حالا سال 56 بود. خب 57 هم دیگه انقلاب شد و دیگه جزئیاتش روشنه. از نظر من شاه کاملا همراهی میکرد. من سال 57 یعنی 2 روز مونده قبل از انقلاب اومدن با توسل با آخوندهای ارتجاعی که داشتن بخش مناطق دور افتاده روستایی اینا رو بسیج کردن، آوردن شهر گنبد. بعد ما تعجب میکردیم، همه هم تعجب میکردیم که این چه کاری دارن میکنن. و متوجه شدیم که تمام سواک که تو منطقه ما بخش اعظمش اداره هشتم بود. بعد شهربانی بخش اطلاعاتش و بعد ژاندارمری، همه اینا دارن با هم کار میکنن چون کمیته ضد خرابکاری داشتن. بعد اینا لباس پوشیده بودن، لباس ترکمنی فلان، اینا تو شهر ریخته بودن یه سری جاهایی که یه سابقه ایجاد بکنن. ما اون موقع درک نمی‌کردیم، ولی بعد از 7-8 ماه متوجه شدیم که با مینوبوس با اتوبوس یک عالم آدم دارن به طرف خمینی میبرن، تلاش میکنن که بگن که ترکمنا سنی هستن، ضد شیعه هستن، در تاریخ فلان ریختن تو شهر رو نمیدونم حمام زنانه رفتن، فلان مسجد رفتن، فلان کردن. یه عالم آدم فرستادن، همه میرفتن جلو خمینی گریه و زاری که این سنی‌ها ترکمن‌ها در ما برای ما دارن یه فضای اینجوری ایجاد کردن. از اون طلب میکردن که فتوا بده، همون کاری که در کردستان کردن. ما تازه متوجه شدیم که اون برنامه‌هایی که قبل از انقلاب، چند روز قبل از انقلاب، کمیته ضد خرابکاری در منطقه ما به خصوص در گنبد قابوس پیاده کرد، با یه برنامه برای آینده بوده اینا. و اونا میدونستن دیگه خمینی میاد، بعد از خمینی باید چگونه به اصطلاح فتوا بگیرن، همونجور که در مورد کردستان گرفتن. توی مرداد سال 58 دیدیم که فتوا داد خمینی، به جای جو ناجوری به وجود اومد. مثلا ستاد چریکا مجبور شدن ستاد و دانشگاه همه چیزی ول کنن. ما تو ترکمنسره با وجود اینکه تو حاکمیت دوگانه برقرار کرده بودیم، تمام ادارات هر چه چیز دولتی داشتیم تحویل دادیم و رفتیم جاهای اجاره کرایه‌ای درست کردیم، اونجاها مستقر شدیم. ببین همه اینا رو مرور میکنه، میرسی به این که دستگاه سازمان امنیت و به خصوص ضد خرابکاری، همه اینا از قبل تو جریان قضیه بودن و پذیرفته بودن که تغییر تحولاتی باید صورت بگیره. شاه هم پذیرفته بود.
ما اینا امروز میتونیم راحت‌تر ببینیم چون زمان گذشته و فاکت‌های وسیع‌تری داریم. به هر حال چی میخوام بگم در رابطه با این موضوع؟ مثلا من اینا میخوام بگم که ما یک نیروی جمهوری خواه ضد رژیم شاهنشاهی وجود داره که مانع اصلی برقراری یک شرایط دموکراتیک آزاد با سیستم فدرالیسم که ایرانی ها از هر نوعش بتونن با هم در کنار هم مسالمت آمیز بتونن زندگی کنن و اینها الان در لباس یک مذهبی افراطی هر جور شکلی میخوان چیز کنین متناسب با روزگار دارن فیلم بازی میکنن، میخوان این حاکمیت رو همینجور که میگفتن این نظام مهمتر از هر چیزی هست و ما به هر قیمتی نگه می‌داریم، دارن وایستادن میخوان نگه دارن و نگه می‌دارن، به هر جام لازم باشه باج میدن، هر غلطی حاضرن بکنن تا در ایران شرایط دموکراتیک فدرالی که ما بتونیم مردمان ایران در کنار هم مسالمت آمیز با هم زندگی کنن و سختی‌های روزگار را بپذیرن، با هم از عهدهش بر بیان، اشتراک مساعی داشته باشن، میخوان مانع بشن. چرا؟ برای اینکه میگن هژمونی باید دست ما باشه، مملکت مال ما هست. همون چیزی که ما هممون از رژیم پهلوی شنیدیم. منتها این اونجوری مثل پهلوی‌ها علنی نمیگن. اگه یادتون باشه اون موقع تو رژیم پهلوی شب و روز رادیو، تلویزیون، مطبوعات همه چیز در اختیار اونا بود و به این شکل، اون شکلی که به شکل افراطی که هیچ حقی به دیگران غیر فارس قائل نباشن مملکت اداره میکردن، مدیریت میکردن. حالا انقلاب شد، این یکی هم اومد، درست برعکس انقلاب قبلی، انقلاب مشروطیت. یه شخصی اومد تحت نام سیستم ولایی ولایتی چی هر اسمش هر چی میخوایم بگیم، که همون چیزی که قبل از انقلاب مشروطیت بود در ایران برقرار شد. یعنی چی؟ یعنی یک فرد حق دارد طبق قانون اساسی بر اساس شیعه اثناعشری و غیره و فلان از این حرفا بتونن هر جور که صلاح میدونن آدم بکشن، سیستم در راه اداره کشور بکشن. و یوسف جان اگر دو بخشش بکنی دوستان خب دستشون بالاست، باز یوسف دوباره جان بخش خدا دومشو من بگی. همینجا قطع میکنم، بفرمایید. مرسی. خب توضیحتون خیلی باحال بود، یعنی از گذشته. جناب ما گلی فر اجازه بدید جناب گلی سخنشون رو بگن. باشه چشم. مرسی. گلی جان بفرمایید. بله با سلام، صدا هست؟ بله بفرمایید. بله این دوستمون انقدر طولانی صحبت کردن که یک تجربه سیاسی رو داشت تعریف میکرد توی ترکمن همین صحرا. اتفاقا بله میخوام خدمت ایشون بگم، اتفاقا خدمت همین دوستمون میخوام بگم که ببینید یه برداشتی داره ایشون از هم انقلاب 57 هم از جامعه ایران که به هر صورت حالا برداشت مختص ایشونه. ببینید این اتفاقا من چند روز پیش یه مقاله نوشتم. خب ببین یعنی تو دیماه شاه رفت. خب کی این حکومتی که ما الان باش سر کار داریم و به قدرت رسیده کی به قدرت رسید؟ آخر خرداد 60، 2 ماه و نیم گذشت. خب تو این 2 ماه و نیم وقتی شما میای نگاه میکنی چه اتفاقاتی افتاد. حالا مثل اتفاقات تو مناطق مختلف کشور ما افتاد که ایشون موضوع رو شاید مثلا اینطوری میخواد تحلیل بکنه که حالا به یه سری اتنیکا حمله شد یا مثلا یه توطئه‌ای در اون جهت بوده که بوده، ولی در خود تهران هم اتفاقاتی افتاد و در اصفهان افتاد و همه جا ایران، در تبریز بود. و با توجه به این که خب به هر صورت یه آدم مثل خمینی که نه سواد سیاسی داشت، چه میدونم، اصلا معلوم بود که یک سیستم امنیتی پشت قضیه هست، داره همه چیزو هدایت میکنه، داره به یه سمت و سوی میبره.
یعنی من واقعا از دوستان خواهش میکنم که به این نکته که من خدمتتون گفتم توجه داشته باشن که تو این 2.5 سال چه گذشت. و حالا امروز که ما میایم به قضایا نگاه میکنیم، به نظر من باید به قول معروف یه مقدار گسترده تر به قضیه نگاه بکنیم و واقعا بدونیم که یه بلایی طی اون 2.5 سال به سر ما آوردن و جریاناتی هم نمیتونسته همش در داخل ایران باشه. البته ساواک نقش داشت، یعنی ساواک خب بعداً هم با خمینی اعلام همکاری کرد، ولی اصلا خود این ساواک چی بود که شاه هم که رفت، ساواکی ها اومدن به خمینی گفتن ما با تو کار میکنیم. اصلا چی بود؟ به هر حال یک جریانی میبست پشتش باشه دیگه. به نظر من یه مقدار باید قضیه رو حالا صرف نظر از اون دیدگاهی که داریم، اون دیدگاهمون هم به خاطر جایگاهی که داریم، حالا من شاید مثلا یه اتنیکی هستم به خاطر حالا اون ظلم اتنیکی بیام به موضوع نگاه کنم، یکی ممکنه چون یه به خاطر اینکه مثلا یه نویسنده بوده فقط، یکی فقط به خاطر اینکه فیلم ساخته مثلا به ظلم شده، یکی فقط ترانه خونده، یکی الان که دیگه چه میدونم یکی روسریشو برداشته مثلا بهش یه ظلمی شده. نگاه خود شما از کدوم زاویه است؟ اونو اگه بگید برای ما شاید یه تجربه‌ای به درد بخوره. نگاه فردی خود شما از چیست در این زمینه؟ ببین نگاه فردی من نگاه میکنم ببینم که تو کشور خودم آزادی ندارم. خب اصلا من شهروند اون کشور نیستم. من الان ایران رو اینو با جدیت، یعنی نظر شخصی حالا خودم، من اصلا ایران رو الان یک کشور اشغال شده میدونم. یعنی یک کشوریه که یک گروهی اومدن این مملکت رو گرفتن. خب شما داری میبینید دیگه اون وضعیت مثلا سیستان و بلوچستان، اون وضعیت کردستان، اون وضعیت اصلا همه جا، یعنی یه جمعی اومدن کشور اشغال کردن و ما باید به نظر من تا جایی که ممکنه دنبال راهکارهایی باشیم که بتونیم با یک گفتمان مشترک به اصطلاح در مقابل نیروی اشغالگر بایستیم. و سلام. خب چگونه، اگه از چگونگیش سخن بگی، این که در این که همه باید بایستیم که خب این که کشف نیست. خب معلومه که همه باید بایستیم چون کشور خراب شده، نان 13,000 تومان شده، کرای منزل اونقدر بالا رفته که جوانان نمیتونن ازدواج بکنن، مسئله روحی روانی دارن نسل جوان ما. شما جواناری ببینید که در حال ازدواج، همه خانواده ها وقتی بچهشون به 18 سالگی میرسه اولین آرزوی هر پدر مادری سر سامان دادن فرزندانشون هست. بعد اونهایی که عروس دارن منتظرن که دامادشون سر کار باشه، کارمند باشه، دکونی داشته باشه، اتوبوسی داشته باشه، کرایه کشی بکنه، نمیدونم توی اداره آبیاری، برقی، فلان جایی کارمند باشه. این هم که نیست، هیچ کدوم اینها نیست. خب کشور در حال اضمحلاله، اینو که همه میدونیم. ولی چه کار کرد؟ حالا همه باید فلان بکنیم. این همه خب همه نیروهای اجتماعی ویژه‌ای هستن، هر کدوم یه خواسته ای دارن. بلوچ‌ها پیش از حتی حتی پیش از نان گیر آوردن میخوان احترام داشته باشن، عزت داشته باشن، توی جامعه خودشون تو جامعه خودشون اداره بکنن. وقتی میرن فرمانداری میبینن یک مثلا زابوریه، وقتی میرن شهرداری میبینن یک کرمانیه، وقتی میرن مثلا توی اداره راه میبینن که یه مشهدیه. خب نه زبانشون رو بلدن، نه احترام برشون میذارن. اونا مسئله رو از این زاویه میبینن پیش از نان. اونایی که تو تهران اونجوری میبینن. اون کسی که مثلا توی حزب مجاهدین میگه که ما اینجوری زده شدیم، اون که فداییه میگه ما رو اینجوری کشتن، اونی که تودهیه میگه ما رو اینجوری کشتن، اونی که نمیدونم حزب دموکراتی میگه ما احزاب دارن، همه این احزاب و مردم دارای نمایندگی سیاسی هستن. اینا رو چگونه میشه ترکیب کرد به نظر شما؟ مثلا جمهوری خواهان دو صفن، یه صفشون با شاهیا میرن پیوند میزنن، میگن ما بریم یه ایران باستانی درست بکنیم که ایران در مرکز تهران
4 نفر خراسانی و مشهدی و اصفهانی و شیرازی و تهرانی بنشینن بر بقیه حکمرانی بکنن، چه یه نفر ترک و یه نفر عرب هم توی عنوان وزیر بذارن، در صورتی که فقط غلام اونها باشن، کاری به بندر عباس و فران نداشته باشن. یه دسته هستن از جمهوری خواهان که میگن نه، ما حاضریم یه چیز کوچولویی به اینها بدیم، مثلا استاندارش از آن خودشون باشه، ولی دیگر امور فقط و فقط در تهران اداره بکنن. یه دسته دیگه هستن که نه، میگن ما با کردها شریکیم. از جمهوری خواهان میخوام بگم، میگن نه، ما با کردها و بلوچها و ترکمنها و همه اینها با هم میشیم و فدرال درست میکنیم. یک دسته دیگه میگن که نه، ما همین حکومتی که هست میخواهیم فقط ولایت فقیهشو برمیداریم، بقیه چیزاش سر جاش باشه. اینها همه موجودن الان و در جنگ سخت با هم دیگرن. ما کدوم طرف رو بگیریم که برنده بشیم؟ با اون جمهوری خواهانی که با شاهی ها هستن، یا با این جمهوری خواهانی که با کردها و بلوچها و ترکمنها و آذربایجانی ها و عرب ها هستن؟ کدوم یکی رو بگیریم و کجا باید صف کدام یکی رو بیشتر بکنیم که برنده بشیم؟ اینا همش مهمه. اگر در این زمینه شما نظر بدید من خیلی سپاسگزار میشم. مجید جان اونجا بسته شد، تموم شد اون روم؟ بله من دارم دعوت بکنم بیان. بله اوکی عزیز جان روم بر علیه شما زدن این شاه پرستا. عزیز دادیار چپول، تجزیه طلب ایران ستیزه. این شاه پرستا رفتم اون اشکانه بود تو اون روم جمهوری خواه، اون طیف به قول معروف سلطنت طلب این رومو زدن. یه 10-20 نفر جمع شدن دوره هم. آره این اومد تو رومی که بچه ها حنیفینا زده بودن، اومد سخن بگه، گفت که مجاهدا خلبانای ایران رو زدن کشتن، داخترش پایین میگفت اقفال کردن. آره بعد به من پیغام داد که آره حنیف منم انداخت پایین، نگران نباش. آره به من پیغام داد که من الان میرم روم میزنم، آبروی تو رو میبرن. گفتم خدا کنه تو همین کارو بکنی، برو بکن. اگه من آبروی اینجوری داشته باشم که تو میخوای ببریش هفتم هفت من نداشته باشم. بله بفرمایید جناب جان. من یه نکته بگم سریع. جان بفرم. ببینید این الان این موجی از تبلیغات وزارت اطلاعات هست راه افتاده. مثلا من امروز توی همین توییتر یک پستی رو دیدم، بعد توی دنبال کردم یه روز تو روزنامه‌های رژیمم همون بود، طوری که اومده بودن در رابطه با همین شیطان سازی، ادامه شیطان سازی از مجاهدین، اومده بودن گفته بودن در رابطه با این نفری که از مجاهدین در اثر حمله و هجوم پلیس هست به شهادت رسید. بله یکی از اعضای مجاهدین. حالا اومدن میخوان به اصطلاح سوابق این فرد رو چیز بکنن. بعد از اینکه یک سابقه سازی هایی کرده بودن از این، اومدن گفتن که توی عملیاتی سربازها اسیر شده بودن، اینها آب خواستن، اینم رگبار بسته همه رو کشته. ببینید این یه جریانی است که در حقیقت وزارت اطلاعات و نیروهای اطلاعاتی رژیم را میندازن برای اینکه حتی از کشته مجاهدین هم شیطان سازی بکنن و به نوعی در حقیقت میخوان این حمله هجوم رو توجیه بکنن و موجه جلوه بدن که دیدن که تمام اون تبلیغاتی که کردن که اینا هکر سیستم هکری داشتن، فلان داشتن، اینها داشتن،
حالا در حالی که خود آلمانی قبلش به دلیل اینکه در سفارت جمهوری اسلامی کارهای تروریستی، جنایتکارانه و غیر قانونی انجام میشد، سفارت همین رژیم رو تو آلمانی بسته بود. بعد در حقیقت اینطوری میخوان در واقع از مجاهدین سلب مشروعیت بکنن که کشتارشون رو توجیه بکنن. به نظر من، ببین، من بارها این حمله رو محکوم کردم. الان بحث این نیست که مجاهدین، حتی کسی هم که مخالف مجاهدین باشه، من خودم هیچ وابستگی به مجاهدین ندارم، ولی این حمله رو به تمام قوا و تماما محکوم میکنم. این حمله جنایتکارانه است. بنابراین هوشیار باشین در رابطه با توی کلاب هاوس هم یک موجی از طرف رژیم و وزارت اطلاعاتش راه افتاده که میخوان در واقع اونهایی هم که مثل شما آقای دادیار که بر اساس مواضع انسانی و چون انسان با شرافتی هستید، شما ظلم به هر کسی و به هر جریانی محکوم میکنید، بالاخره این لجن پراکنی ها را علیه شما میکنن. به نظر من بایستی دوستان و عزیزانی که توی این اتاق هستند و اطلاع رسانی کنن و هوشیاری بدن اینکه به هر حال محکوم کردن این حمله هجوم پلیس که در حقیقت تلاش میکنه آمریکا به این وسیله پیام حسن نیت بده به ملاها و معاملهشون رو با ملاها پیش ببرن، اون هم با از جیب مردم ایران و از جیب مجاهدین و با کشتار مجاهدین و اینها رو ما محکوم بکنیم و اجازه ندیم که این هجمه باعث بشه که کسایی که این حمله رو محکوم بکنن برن تو کرنر و در اقلیت قرار بگیرن و ازشون شیطان سازی بشه. من بیشتر میخواستم این نکته رو توجه بدم. مرسی تمام دوستان و عزیزان، تشکر. مرسی سپاسگزارم. بله، نه ما اگر آدمی باشم که کسی از من دفاع بکنه که میگه هواپیمای ایرانی ها رو مجاهدین زدن، خب حتما من نباید آدم خوبی باشم دیگه. اگه ایشون هم از من اگه تعریف بکنه به جای مذمت کردن، خب من اونجاست که باید از خودم شک بکنم دیگه. بعد به علاوه ما اگر آبرویی داریم، آبروی برقی هم داره، حتما یه جایی میدرخشه. اگه نداشته باشیم هم که دیگه حسن ازش بگه یا حسین فرقی نمیکنه. این آقا هم نام ایرانی بر خودش برداشته، اشکان شده و اومده بعد میگی که شما جمهوری اسلامی رو اذیت کردید، شاه ما رو برد. یعنی چیزایی میگفت که واقعا اسرائیل هم از اون میترسید، میگفت منو میخواد بکشه. ما سازمان مجاهدین رو الکی دوست نداریم که. سازمان مجاهدین اولا که با خمینی جنگیده، دوما که قانون اساسیش رو رد کرده، سوما که مالی از ما نبرده. نه بچه هاشون وزیر دارایی بودن، نه وزیر کشور، نه هم رئیس شرکت نفت، نه هم تو پارلمان، نه استانداری، نه هیچ جا. بعدم از ما حمایت میکنن، میگن بلوچ‌ها باید حکومت خودشون داشته باشن، کردها باید حکومت خودشون داشته باشن. از ما حمایت میکنیم، بی دلیل نیست، هم به لحاظ انسانی است هم به لحاظ منافع اجتماعی مردممون. ما از هر دو جهت مجبور به حمایت از سازمان مجاهدین خلق هستیم. رهبرش هم رهبریه که به کسی ظلم نکرده، بلکه پدرش و برادرش و خواهرش و مادرش و خواهر زنش و همشون رو کشتن و چیزی هم از کسی نبرده. جنگ کرده، با سربازان خمینی جنگ کرده. خب ما هیچ بهانه‌ای برای ضد مجاهد بودن نداریم. به نفعمون این هست که فدرالیسم ما رو میپذیره، خود مختاری ما رو امضا کرده. مگه مستیم؟ مگه دیوانه ایم که دفاع نکنیم ازش؟ مگه اینکه خل باشیم؟ اینه که ما الان دشمن اصلیمون در واقع برای آزادگی و خوشبختی ایران دو سه تان. یکیش
اولا این البته اون که رفته، ما دیگه ترسی سخنی به نظر من در رو من ممنوع میکنم مثلا صحبت از رضا پهلوی رو به عنوان طرح رضا پهلوی خودش یک شکسته، خودش یک انحراف سیاسی است. نباید اصلا تو روم ما طرح بشه، شاهیان نباید طرح بشن. ما الان دشمن اون جمهوری خواهان راستن که میخواهند با گذشته تاریخی کهنگرایی ایرانی سنگر ببندن و جمهوری اسلامی. این دوتا رو ما باشون دشمنیم. هر دو هم اتفاقا جمهوری خواهن، هم اینایی که دوربر ملا هستن، اصلاح طلبان و نمیدونم چی طلبان و فقیه طلبان و اصولی طلبان و چی طلبان و اینها هستن که جمهوری خواهن. ما دو طیف جمهوری خواهی در واقع مخالف اصلی ما هستن. طیف راستشون که خداپرستن، بخششون نیستن، بخششون سکولار هستن ولی به اون دسته هستن و حاکمیت ملایان. این دو طیف. ما با مجاهدین و با حزب دموکرات کردستان و با حزب چپ هیچ مشکلی نداریم. لشکر خود ما هم آماده است، تضامن اهواز آماده است، حزب مردم بلوچستان آماده است، حزب دموکرات کردستان آماده است، حزب کمره آماده است، سازمان مجاهدین آماده است، شورای تشکل‌های صنفی که همه سقف‌های کار میلیونی رو در بردار با ماست. ما نیازی هم در واقع به این طیف کوچولو نداریم، اصلا نداریم. مصدقی ها 6 گروه هم، خودشون به 6 دسته شدن. هر 6 دسته رو جمع بکنید، رؤساشون، کمیته مرکزی هاشون به 30 نفر نمیرسه، به انگشتان دست و پا فقط. همین قدم و همسن ما هم هستن، چیزی هم ندارن. ما لشکرمون الان تو ملیت هاست و حزب چپ که همه کمونیست های پیر و جوان همه از هر حزبی، از هر دسته و گروهی اونجا جمع شدن. سازمان بزرگیه، نیازی هم حقیقتش به اینها نداریم. ما فقط خودمون رو باید محکم بکنیم، همینو بس. ما همین گروه ها اگه بتونیم محکم بایستیم، هرچی زودتر این کار رو انجام بدیم، بردیم. یعنی ما امکان نداره حزب چپ با حزب دموکرات کردستان کامله و حزب سازمان مجاهدین خلق با هم بنشینن. هیچ دولتی نیست که این آلترناتیو قبول نکنه. ما فقط منتظریم اینا با هم بنشینن. آیا جمهوری خواهان امشب مثلا جمهوری خواهان نشسته بودن، آقای آلن با آقای نجات هر دو آدمای خوبی هستند ولی معتقد به فدرالی نیستن، به دنبال ثقل جمهوریت میگشتن. من رفتم همونجا 2 دقیقه من سخن گفتم، 2 دقیقه فرخ سخن گفت. گفتیم آقا شما آب به هاون میکوبید، چوب به دریا میزنید. شما بدون پذیرش فدرالیسم نمیتونید ثقل جمهوری خواهی درست بکنید. چرا؟ برای اینکه جمهوری خواهان ما هستیم. حزب دموکرات کردستان، کاملا تضامن اهواز، حزب مردم بلوچستان، کنگره ملیت‌های ایران فدرال، شورای دموکراسی خواهان، حزب چپ، احزاب. اینا بدون اینها شما چه ثقل از کجا میآفرینید؟ شما برید ثقلتون درست بکنید، نمیتونید. ملت ما رو ملت بنامید، هر نام ما رو ملت بدانید، هر نامی میخواید ببندید، برید یه لغت درست کنید برای خودتون که بشه ملت ایران. یک لغت درست بکنید، به ما نام بدید، ملت ما رو بپذیرید، هر نامی که میخواید ببندید، ولی بدانید که ما ملتی. ما بلوچ ها، خود ما بلوچ ها دارای 3 تا زبانیم. یکی از زبانهاشون ما اصلا نمیفهمیم و بیش از 7 میلیون نفرن. بهشون براهوی میگن، در آن سوی مرزن. یه بخششون تو زاهدانه، یه بخششون که 7 میلیونن اون طرفن تو پنجاب میشنن. یک جمله شون ما نمیفهمیم. یک گروه هم داریم مذهبی دارن، مذهبشون هم اسلامی نیست، بلوچ هم هستن. ما چیکارشون بکنیم؟ و 26 قبیله هم داریم، قوم و قبیله داریم. اینا ملته. شما نمیخواد بپذیرید، ما هم از ایران نمیریم. من همینجوری بهشون گفتم ما از ایران نمیریم، ایران سرزمین ماست. این شیعه های 12 امامی شیعه برحق از کرمان و شیراز و اصفهان هر جا رو که میخوان برگزینن، ما بهشون کرایه کشتی میدیم، کشتی هواپیما میدیم، برن هر جا که دلشون میخواد برن. ما کشورمون رو با جنگ نمیخوایم نگه داریم و نمیخوایم بجنگیم. اینها اگه دوست دارن ما در کشورمون جنگ نمیخوایم، میخوان هر جا که میخوان برن. ما کارشون نداریم. ما اینجا ترکمن‌ها و بلوچ‌ها و عرب‌ها و همه ما زحمت کشیدیم برای این جامعه. عرب‌ها در اهواز با صدام حسین اونقدر جنگیدن که از پشت شد، نقلستان‌ها خراب شد، کشور حفظ کردیم. ما بلوچ‌ها هم در دریای چابهار 8 دوره با پرتغالی‌ها جنگیدیم،
کردا هم با ترکیه جنگیدن، امپراتوری عثمانی، همه ما برای این کشور جان دادیم. این اصفهانی ها، کرمانی ها، شیرازی ها، خراسانی ها، کاشانی ها، بمی ها، شیعه 12 امامی برحقه، اینا از جبل آمل اومدن شیعه شدن، برن برگردن هر چه دلشون میخواد برن. ما جنگ نمی کنیم، ما کشورمان نمیدیم و ما ملت هم هستیم. ایران سرزمین ویژه است، با تاریخ خودش، با ویژگی های خودش، سرزمین ملت هاست. تعریف دیگری هم برای ملت ها ما نمیتونیم قائل بشیم. ببخشید من زیاد پرحرفی کردم. دوستانی که مایک دارن سخن نگفتن، جناب یا بای بای یاشار غیبت داشتی، غیبتاتو حساب کن آقا جون من. بفرما یاشار جان. یاشار عزیز هستی؟ اگر نیستی جناب ناصر هستن، نصیر ناصر. عزیزان یکیتون. من اسمم مجیده ولی نصیرم صدا میزنم. آره نصیرم من گفتم که نیمد. گیر مرجان میخوای سخن بگی از ایرانی، بفرما. من حقیقتش اینه که اون اتاقی رو که واسه برعلی شما زده بودن، من یه لحظه رفتم اون تو ببینم چه خبره. داشتم میگفتن که عزیز دادیار میخواد دخترای مظلوم بلوچو که آب ندارن و از نفت خوزستان محروم کنه. توطئه‌ای داره داره یه توطئه میکنه که بلوچستان رو محروم نگه داره. بعدش یه آدم جالبی هم توش بود به اسم TK. بعد این خیلی ظاهرا شادوست و فلان اینا، ولی من تقریبا هر جایی که فالوور فیک دیدم، همین آقای TK در حقیقت مسئول فالوورای فیک توی توی کلاب هاوسه. یعنی هر جایی که میره یه دفعه 200 تایی 1000 تایی با خودش فالوور فیک میبره و این اومده بود داشت از حقوق دخترای بلوچ استفاده میکرد و شما رو به عنوان یه عنصر ضد بلوچ معرفی میکرد. حقیقتش اینه که جناب گیلمرد چیز شد، رفت، قطع شد فکر کنم. اون از ایران مرتب قطع میشه. آها، آره آره آره. آقا این سلطنت طلبها خیلی روانشادن. یعنی مثلا بعضی وقتا من حوصله‌ام سر میره میرم تو اتاقشون فقط واسه خندیدن. به هر حال تا جناب گیلمرد برمیگرده، آقا ناصر هستین؟ تشریف دارین؟ جناب سیاه، جناب سیاه نیستن. جمشید، من دستتون بلنده، بعد من چندین بار چیز فرستادم، درخواست فرستادم. گیل مرد اومد. بفرما گیل مرد جان ادامه بده. جمشید اگه نمیشه شما برین بیرون دوباره برگردین. گیل مرد گیل مرد بفرمایید. جان بفرما. من صدام میاد آقا؟ بله بله بله. نمیدونم مثلا تونستین بشنوین من چی گفتم یا نه، ولی حقیقتش همون که میگن خدا رو شکر که دشمنان ما از احمقان. واقعا شما این شانس رو آوردین، یعنی دشمنانتون حسابی احمقه. و حقیقتش اینه که این داستانی رو که دنبال اینن که بزنن، دارن ریشه خودشون میزنن و هی مثل باطلاق دارن پایینتر و پایینتر میرن. من متاسفانه نت خیلی خوبی ندارم، نمیخوام شما رو اذیتتون کنم، ولی افتخار میکنم که کنار شما هستم. بله سپاسگزارم.
عزیز جان هستی عزیز؟ من هستم بله. بده نوبت بده دیگه، بعد از اینا آقاسیان نوبت آقاسیان. جناب فرخ گفت دعوتش کرد ولی نیامد. حالا من دعوت برای اکثر دوستان که پایینن فرستادم. ولی یا سیا تشریف داریم؟ مثل این که نیستن. هست حیف یا که آقایون؟ حیف که آواز ما خوب نیست، اگه نه ما براشون آواز میخوندیم اون پایینی ها. جناب گلی بفرمایید. گلی یعنی چی؟ گلچین یعنی فرد. شما دیگه آمدی شما بفرمایید. فکر کنم شما صحبت نکردید امروز. نه من بفرمایید. صحبت نکردم، من فقط بخواستم بگم که یک از طرحهایی که ما من اتفاقا از آقای ابوالقاسم میرزایی که از مسئولان مجاهدین میگفت فردای ایران باید تمام این چیز حوزه موضوع باید جمع بشه، این کارخونه های آخوندسازی هم باید جمع شه بره دنبال کارشون. یکی از بهترین کاراست به نظر من باید انجام بده. آره این حوزه های جهلیه همه باید تعطیل بشن. این همه باید جمع بشه، همه آخوندا رو جمع بشه میفرستیم. آقا مجید آخوندا رو میفرستیم کویر لوت و بلوچستان اونجا رو آفرین، آباد کنن. آره درخت بابا. بکارن، درخت بکارن، آره هر درخت آباد. که ثبت شد بعد بعد برگردن مثل کار. مجید، حالا شوخی هم شده یکم فضا عوض بشه. تو اندونزی مثلا یه سیستم فدراله، بعد یه ایالت هست میگن ما میخوایم شاه داشته باشیم، بعد شاه دارن. بعد میتونیم این آخوندا رو بفرستیم تو کویر لوت یه شهر بسازن، بعد این شاه پرستا برن اونجا با آخونده شاه هم جناب پهلوی، دیگه مشکل حله، تموم شد رفت. بعد دورشون سیم خاردار باید بکشیم مثل این جزامیات، قاطی بقیه جامعه نشن، خطرناکه. در حال این یه شوخی و آقا یه فرانکس واقعیت. بذار من یه دادی بزنم. جانم بفرما. البته اینو اول باید خدمت آقا عزیز بگم که چون قربان صداتون ضعیفه، یکم صدا صداتون. الان هم ضعیفه. نه الان خوب شد. الان خوب شد. خدمت آقا عزیز بگم که ببین آخه ایشون اولش اومد یه طبقه بندی کرد. خب گفتش که مثلا نمیدونم جمهوری خواه یه عده که نمیدونم دنبال نمیدونم ولایت فقیه هم. ببین ما با اونا که کاری نداریم که. الان اصلا یه بحثی خود همین وزارت اطلاعات رژیم رو انداخته که نمیدونم بعد از خامنه ای چی میشه. مثلا بعدم یه سریشون هم دارن تبلیغ میکنن، یعنی این کاملا داره انجام میشه. بعد از خامنه ای همه مشکلات حل میشه و اصلا این رژیم هم میمونه، فقط بعد خامنه ای بمیره. ببین اون چرت و پرتاری که ما کاری نداریم که. ما الان بحثمون سر اینه طرف شادوسته شاپرسته، خب باشه، ما یه سوال داریم از اون شاپرست. خب تو شاه میخوای، آیا در چارچوب این سیستم ولایت فقیه به اون شاهد میرسی یا نمیرسی؟ اگه گفت میرسم، یا میگم برو برس دیگه، برو چه میدونم با از طریق مثلا سپاهی ها برو نمیدونم کارتو حل کن، از اون طریق برو حل کن، از اون طریق. اگرم نمیرسی که خب پس ما در یک نقطه مشترکیم و نقطه مشترک اونم اینه که این رژیم باید تغییر بکنه و این نظام باید سرنگون بشه. تموم شده رفت. به نظر من نقطه اصلی اونجاست، بقیهش دیگه من خیلی عذر میخوام، ببخشید حالا این اصطلاح رو استفاده میکنم، ولی بقیهش به نظر من بحث انحرافیه. یعنی چی؟ حالا هر کی هر نظری اصلا میخواد داشته باشه، نمیدونم. خب الان مثلا شما اینجا نوشتی بدون پذیرش فدرالیسم تفاهم نمیدونم جمهوریان در ایران. مثلا من اصلا خودم فدرالیسم اصلا قبول ندارم، مثلا مخالف 100% فدرالیسمم. خب ولی با شما برای چی میام تو یک به قول معروف توی طیف قرار میگیرم، میگم شما فدرالیسمتون میخوای،
من نوع دیگری از حکومت رو میخوام و هر دومون در یه چیز فعلا مشترکیم و اینکه باید از شر این رژیم خلاص بشیم. اگه نه از شر این رژیم خلاص نشیم، نه شما به فدرالیسمت میرسی، نه اون نوع حکومتی که من میخوام یا اون آرمانایی که من دارم. بنابراین من فکر میکنم بحث اصلیمون اینه، و یعنی اگه بخوایم بیایم بشینیم حالا نمیدونم اون طیف خیلی خیلی راست نمیدونم جمهوری خواه، همون طیف خیلی خیلی راست جمهوری خواه در برابر این سوال بیا جواب بده، راست چپ هر چی بیا جواب بده، در چارچوب این رژیم میخوای به اهدافت برسی یا نه؟ حالا من از شما یه پرسشی دارم. شما میخواد بری یه تبر برداشتی با 300 نفر داری میری برای زدن ملاها، ولی مشکوکی که بتونی بزنیش. یه جایی میبینی که 7000 نفر هم با 7 لشکر 7 گردان، هر گردان با 7000 نفر اونجا هم وایسادن، اونا هم میخوان برن جمهوری اسلامی رو بشکنن. تو حالا خودت برای خودت ادامه میدی برای شکستن یا میری با اون 7 لشکر؟ ما الان 6 تا ملیت تو ایران هستیم: کرد 1، بلوچ 2، آذربایجان 3، عرب 4، ترکمن 5. این 5 تا نصف فارسا هم با ما. حالا تو با ما میری یا با اون نصف فارسا؟ کدوم ملیت ها؟ ملیت بلوچ 1. شما فارسی؟ نه فارسی از کدوم ملیتی تو اینا که تو ایران نشستن؟ تو بلوچستانی؟ ملیت ها نیستم. نمیشه آخه. زبانتون چیست؟ زبانم فارسی. آفرین. پس جز ملیت فارسی. جز ملیت فارسی و جمهوری خواهی و جمهوری خواهی دیگه، نه؟ درسته؟ من معتقدم که اصلا این یه بحث انحرافیه که جمهوری خواه و نمیدونم حالا شده دیگه، حالا مجبوری دیگه، نمیخوای ولی مجبوری. چون من که بلوچم میگم ملیتم، اون که عربه میگه ملیتم، اون که ترکمنه میگه ملیتم، اون که کرده میگه ملیتم، اون که عزیز دل من جان جگر جان. خب شما الان من میگی فارس دیگه، درست شد؟ شما الان شما میدونی پدر من کجایی بوده؟ قربان صداتون خیلی ضعیفه، یکم بلندتر صحبت پدر کنید. بزرگم کجایی بوده، اون یکی مادر. جناب گلچین‌فر صداتون ضعیفه. خودم میدونم. خب اگر شما بخوای اون بحث، یعنی اون اصلا مفهومی هویتی به نام ملیت رو شما اگه بخوای قبول داشته باشی، حالا من میگم اتنیک، شما حالا میگی ملیت، شما بگو حالا هر چی دوست داری. خب شما اگه اون بحث حالا اتنیک رو به اون شکل فکر میکنه همه اتنیک هستن، من اصلا مولتی اتنیکم. خب بنابراین حالا شما بازم اسم منو بذار فارس، حالا اصلا هر اسم دوست داری بذار، ولی من میخوام خدمت شما بگم که جناب آقای عزیز، این بحث الان خوبه، من نمیگم خوب نیستا. ببین این بحث رو شما میتونی با دوستان خودت بکنی، میتونی با منم بکنی، ولی اگر یه موضوع کلی تری هم وجود داره، یعنی در چارچوب یه بحث کلی تر، اگر اصلا کسی اومد گفتش که من چیز مفهومی به نام اتنیک رو قبول ندارم، حالا شما آیا فکر میکنی که مثلا با بودن این رژیم و این حکومت میتونی به خواستت برسی؟ خب بسم الله، برو در چارچوب این حکومت عمل کن. من شما بگم نمیتونی آقا جان، نمیشود. آقای عزیز این بحث توش یک مغلطه هست. آقای گلچین‌فر، من میدونم شما آدم صادقی هستید، ولی ببین همین بحث شما رو جماعت سلطنت هم میکنن. میگه آقا مگر تو به صندوق رأی اعتقاد نداری؟ چرا دارن. خب ساکت باش، علیه هیچ ما حرف نزنید، بذارید فردا ما همه بریم آخونده رو سرنگون کنیم، بعد مردم هر حکومتی رو خواستن، هر کی رو خواستن انتخاب میکنن. نه دوست عزیز آقای گلچین‌فر، ببینید این مسئله یک مغلطه بزرگه. یعنی ما بریم جون بدیم
خون بدین، بعد مرغ عزا و عروسی بشین که فردا مثلا بیان یک سر همبندی بکنن بگن دوباره هم یه حکومت متمرکز تمامیت خواه بیاد از تهران بخواد بر کل کشور حکومت کنه و دوباره ما ملت ها همون مرغ عزا و عروسی خواهیم شد که دوباره برامون از تهران استاندار میفرستن، دوباره زبانمون ممنوعه، دوباره نگاه امنیتی به ما هست. نه دوستان، این حرف همون همه با همه خمینیه دقیقا، ولی به یک تعبیر، به یک ادبیات متفاوتی. ما دیگه زیر بار این نمیریم. ما باید بدونیم هر گونه، هر پروژه‌ای، هر چیزی ما میخوایم بدونیم فردا میخواد چی رو جایگزین کنه. تا معلوم نباشه ما نمیاییم با هیچ کس. یعنی ما باید دوست از دشمن از همین الان بشناسیم، نه بیاییم با یکی متحد بشیم، یک پکیج بسته به ما بده بگیم همین امضا میکنیم، فردا میایم این پکیج باز میکنیم میبینیم ای بابا این پکیج خالیه، این جعبه خالیه، هیچی برای ما نداره، دوباره ما مرغ عزا و عروسی بریم اعدام بشیم. نه دوست عزیز، ببخشید 100 سال ما اینو تجربه کردیم. این حرفی که میزنین دقیقاً حرف سلطنت طلباست، ولی با یه ادبیات متفاوت. فردا کاوه جان من یه مثال، ببخشید تو کلامت اومدم، من یه مثال کوچولی میزنم برای گلچین عزیز. گلچین عزیز، شما یک زمینی پیدا کردید، خیلی زمین خوبیه، مرتعش خوبه، آبش نزدیکه، آب فراوانی هم داره، یک دیواری هم داره، فقط کاشتن میخواد. میایی به من میگی که حاضری بریم این زمینه بکاریم با هم؟ میگم او عجب، چه خوب، نوکرتم، بریم بکاریم. بله این زمین رو بریم بکاریم. میگه آره. میگیم پس اول سر محصولش با هم کار میکنیم. آره با هم کار میکنیم. پس سر چجوری کار میکنیم؟ چقدرش مال منه، چقدرش مال تو. اول تقسیم سهم بکنیم، بعدا وارد میشه. تو میگی نه، میریم کار میکنیم، بعدا که کار کردیم سهم و چیز میکنیم. میگیم آقا جون کی تا حالا همچین چیزی شده شما بدون قرارداد کار برید دست به یک کاری بزنید؟ امکان نداره. شما اول قرارداد رو بنویس، وقتی که میریم کار میکنیم محصول این که میاد بیرون چقدرش مال من، چقدرش مال تو. اگر از همین حالا تقسیم میکنیم، سر تقسیم با هم کنار میاییم، ما میایم کار میکنیم. اگه نه رفتیم کار بکنیم، تو بری 4 تا پسرمو 4 تا فران، تو زمینم تو پیدا کردی، ممکنه رفتی با یکی دیگه هم تقاضا کردی، یه قرارداد با اونا بستی، نه آقا نمیشه، با ما این 7 نفر قرارداد ببند، از همینجا امضا بکنیم، گواهی بگیریم، 4 تا سازمان بین الملل هم امضا بکنن، میریم با هم. مگه غیر از اینه؟ ما تو انقلاب بهمن همین کارو کردیم، شرکت کردیم، هیچی به ما ندادن. تو انقلاب بهمن اومدیم، هیچی به ما ندادن، همه چیزو برداشتن بردن. این بازی سومه، نمی‌کنیم. بفرما. آقای عزیز، ببین انقلاب بهمن که حالا بحثش شده، خب ولی ما الان داریم آقای گلچین فر، صداتون خیلی ضعیفه، اگر میشه خواهشاً یکم نزدیکتر میکروفون فکر کنم الان خوبه صدا؟ الان بهتره. بعد اما میکروفون رو باید بچسبونم به دهنم، ظاهرا اینجوریه. ما باید عزیز، مشکل مسئله اینه که شما دارین میفرمایید اولا که خب خیلی خب یه زمینه من و میخوایم بریم آبادش بکنیم. خب بله این حرفی که شما دارین میزنید کاملا بدیهیه. من اول باید بدونم که من الان میخوام بیام این زمین آباد بکنم، 4 تا گردن کلوف فردا نه همه بریم با هم آباد بکنیم، 2 تا گردن کلوف بیان میگن آقا این زمین اصلا مال من بوده، ارث پدریم بوده، نمیدونم اون یکی بیاد دیگه نمیدونم با بزرگ من شاه بوده، نمیدونم اله بوده بله بوده، مثلا همش مال منه. اینو من میفهمم. ببین ما به هر صورت داریم روی، من همینو گفتم که حالا شما میگی سلطنت طلبا هم همینو میگن. خب اگه سلطنت طلبی همین حرف رو میزنی که خب درست میگه از نظر من، که ما باید ببینیم که
یعنی این زمین باید عادلانه تقسیم بشه، اون محصولش. البته خود زمین که ما هممون توش مشترکیم، یعنی زمین مال هممونه، ولی باید بگیم بر اساس مثلا میزان کار باشه، بر اساس چی باشه که بیایم اینو. یعنی اول قراردادشو بنویسیم دیگه، چه سهمی هر کدوم میبریم، اول قراردادشو بنویسیم. بله موافقم 100%. آفرین، ما الان هم همینه میگیم، ما میگیم قرارداد بنویسیم بریم. قرارداد الان شما ببینید، اجازه بفرمایید آخه ببین، قراردادشو الان بنویسیم، اون قراردادی که شما میخوای بنویسید الان شما نمیتونی بگی چند درصد محصول مال شماست که. خب بخواد به چه دلیل نمیتونی الان بگی که چند درصد محصول مال شما؟ چون معلومه است که شما چقدر کار میکنی، چقدر تلاش میکنی، یعنی مگر اینکه شما به همون سیستم سلطنتی باور داشته باشی که خب حالا این زمین این بخششونه، من پدرم مال من بوده، اون یکی مال پدر بزرگم بوده. اصلا این حرفا نیستش که کی تلاش میکنه. و ما باید به دموکراسی اگر باور داشته باشیم، آقا بر اساس دموکراسی، یعنی یک سیستم دموکراتیک که شما الان یک ایده ای رو میای مطرح میکنی، یه نظری رو میای میگی، خب چند درصد جامعه با شما هستن و چند درصد جامعه موافق اون نظامی که شما میخوای هستن، خب چند درصد نیستن. و به هر حال ما داریم اینو میگیم آقا یه اصلا دیگه نظام به اصطلاح پارلمانی که در جهان شناخته شده است دیگه، اون موقع الان ما ببین باید از این رژیم عبور بکنیم. اون موقع شما یه حزب میزنید، نمیدونم آقای مجید که همه اتاقا رو سر میزنه اینجا یه وای نمیشه، یه حزب میزنه، من یه حزب میزنم، آقای کاوه یه حزب میزنه. یعنی میگم حزب میزنم نه اینکه حالا مثلا من تأسیس کنم، من میرم عضو یه حزب میشم، نه من اون میره عضو یه حزب میشه. و خب برایند اون چیزی که باید به قول معروف اون برایند در جامعه حاکم میشه. و به نظر منم ببین آقای عزیز، من نمیدونم حالا شما چقدر ببین اصلا یه سری چیزها که الان دارن میگن، مثلا آموزش نمیدونم به زبان مادری نمیدونم فلان، اینا به نظر من این جزء حقوق بدیهیه. اصلا واقعا صحبت کردن در موردش مسخره است. آقا شما میخوای به زبان بلوچی درس بخونی، بخون. بچه‌تون میخواد برسه یه مدرسه که بلوچی درس بده، بفرست. این دیگه اصلا بحثی توش نیستش که. حالا 4 تا آدم به قول معروف گردن کلوب میان نمیدونم نه آموزش زبان مادری ولی نه آموزش به زبان مادری. خب دارن چرت میگن. اینا حقوق اساسیه. خب گرچه ببین من خودم شخصا اصلا اگه شما بیاید مثلا دیدگاه منو بگی، من نمیگم آقا همه باید در ایران همه باید به زبان فارسی آموزش بدن. خب این نظر شخصی منه، ولی من که نمیتونم این حقوق شما رو سلب بکنم که مثلا شما بگی آقا من بچه‌م میخوام بره به زبان مثلا بلوچی درس بخونم. من میتونم؟ من چیکارم تو یک ایران آزاد؟ من چیکارم؟ منم یه حق رأی دارم، یه نظری دارم، میام یه توصیه میکنم، یه مثلا اگر یه بچه بیاد دوام مشورت بکنه، میگم آقا جان بچه جان تو بهتره که بری به زبان فارسی درس بخونی. این نظر من، یه اعتقاد من. حالا اون پدر مادرت هم هست، اون مدرسه هم هست، این نمیدونم جریان سیاسی هم هست، اونم هست. فکر نمی‌کنم اصلا ما واقعا در یک ایران آزاد سر این قضایا خیلی با هم دیگه مشکل داشته باشیم، ولی به یک شرط که بتونیم اون بستر اون ایران آزاد رو فراهم بکنیم. اگه بستر اون ایران آزاد رو فراهم کردیم دیگه چیزی باقی نمیمونه. و الان هم خیلی میخوام معذرت میخوام، ببخشید من الان اینجوری صحبت کنم. 4 تا دماغو مثلا الان یارو بیاد یه حرفی میزنه، یا یکی مثلا تو لس آنجلس نشسته داره نمیدونم از 4 تا از این ساواکیایی که قدیم پولا رو با چمدون بردن و اینا داره یه چیزی میگیره، یه حرفی میزنه. اینا به نظر من اصلا اهمیت نداره. من فکر میکنم ما باید موضوعات رو باید گسترده تر و
از یک زاویه دید بالاتری نگاه بکنیم. بله سپاسگزارم. گلچیز اجازه بدین دیگرانم یکم سخن بگن. ساموئل عزیز بفرمایید، بعد ناصر جان، سیاه هم که نایمد سخن بگه. سیاه جان شما سخن بگید. سیاه عزیز گل نخیر، بفرمایید ساموئل جان. ساموئل عزیز بفرمایید، بعدش ناصر جان. بفرمایید. سلام درود بر شما. من جان درود بر نمیدونم، شما. خواهش میکنم. میدونم بحث اینجا نوشته بدون پذیرش فدرالیسم تفاهم جمهوریان در آینده در ایران شدنی است. من خودم تقریبا چند سال پیش چند تا مقاله نوشتم در مورد فدرالیسم، نوع سیستم است، نوع حکومتش نوشتم. میتونید توی سایتم هست، بنویس اونجا با قلم ساموئل کرمانشاهی، فدرالیسم بهترین راه چاره برای ایران آینده. کمونیسم مدل دموکراتیک آزادی. بعد من به نظر میاد فدرالیسم تو نوع داره. یه نوعش کنفدرال دیگه جغرافیا رو مشخص نمیکنه. مثلا میتونه مثلا چند نه میلی خواهشن رو اینا نریم، چون مسئله روم ما فدرالیسمه. بحث منحرف نکنیم. ما فقط فدرالیسم میخوایم، روی کنفدرالیسم و اینا نمیریم. سپاس اگر روی فدرالیسم سخن بگیم. آره من میخوام در مورد هم توضیح دوتا کنفدرال و فدرال یکی ان دوتاشون، ولی یه سری مدلشان جدایی یه سری فرق توشون هست. خب من چندین سال من مطالعه‌ام توی روی فدرالیسم بوده، تقریبا از اینکه چند سالی 12 سال من روی درود بر شما. روی همین فدرالیسم فدرالیسم بیستیم، روی فدرالیسم. سپاس. مطالعات کردم. فدرالیسم اینه مثلا توی مثلا کردستان یا بلوچستان یا اهوا یا خوزستان یا آذربایجان، اونجا دیگه نیازی نیست یارو بلند شه بیا تهران کار کنه. اونجا از خودشون نماینده خودشون انتخاب میکنن، حکومت محلی خودشون دارن و این حکومت محلی با حکومت مرکزی، ارتش سراسری مسئولیت حفظ مرزها داره و این دولت‌های محلی با دولت مرکزی کمک میکنن و دولت‌های محلی که سرمایه بیشتری دارن و میتونن از نظر سرمایه، مثلا قدرت سرمایه داره، میتونن حتی کمک به دولت مرکزی کنن که دولت مرکزی این بودجه ها بین این ایالت های محلی رو تقسیم میکنه. اون هم در تدریس به زبان خودشون و در کنار اون زبان سراسری هم تدریس میشه و به نظر من بهترین مدل سیاسیش هست. یعنی برای ایران خیلی مهم هست، ولی هر حال ترس و وحشتی که اونجا داره یه سیاست غرب هست. سیاست غرب اصلا نمیخوان تو اون منطقه دموکراسی بشه، به همین اساس افرادی بیمار رو علم میکنن، به خاطری که اونایی که حق ما دموکراسی میارن و به فکر مردمن به قدرت نرسن. من یه نمونه براتون میارم که یک زمانی که دو تا مامور CIA میرن سوریه، بعد از سوریه میان موقع کویت. در کویت اونجا یه توطئه میذارن که میگن عبدالکریم قاسم اون موقع یک آدم ملیگراست و میتونه به مردمش کمک کنه کشورشو بازسازی کنه و اون موقع است که این میتونه دموکراسی در کشورش مستقر کنه. ما با اینو هر چیز زودتر این جنرال رو از بین ببریم. اینا رفتن خلاصه بحثی رو کنترل کمک کردن، رفتن خلاصه عبدالکریم. یعنی همیشه اینا داشته باشی غرب خود چرچیل که گفته توی کتاب خودش، میگه شما نیازی نداره که بری کشور رو اشغال کنی، جای آدمای سالم با آدمای ناسالم رو عوض کنی، خودش همین کشور رو نابود میکنه. مسئله اینه که اینا هم همین بر اساسی تفکر بلنگوهاشون پشت سر همین افکار منحرف است که متاسفانه در کشور ما مثلا حاکم هستن. ولی ما در آینده ایران جمهوری دموکراتیک، مثلا جمهوری دموکراتیک مثل جمهوری دموکراتیک باشه و دوتی مثلا پارلمانای محلی، بعد نماینده محلی میان در دولت مرکزی پارلمان نماینده دارن و بحث میکنن در مورد بودجه، آموزش و پرورش، پیشرفت جامعه، مسئله عدالت اجتماعی، مسئله کشاورزی، مسئله دامداری، مسئله سلامتی، مسئله
پزشکی، اینا بحث میکنن و یه بودجه اونجا میذارن، طبق بودجه به همه باید برابر تقسیم میشه و مردم میتونن در آنجا در مسائل سلامتی، بیمه، امنیت اقتصادی، امنیت از همه نوع برخوردار بشن. اونجاست که میتونه مثلا ما کشور شکوفایی تبدیل بشیم و بریم کشور نمونه‌ای در خاورمیانه و میتونه تاثیرگذار باشه در کل منطقه. اگر یادتان باشه که مطمئن در دفاعنامه دکتر محمد مصدق دیده باشین، در یکی از نوشته‌های خودشو که نوشته گفته ما باید به شیوه ایالتی زندگی کنیم و هر ایالتی این چیزی که در مرکز هست در اونجا باید باشه. سپاسگزارم. مرسی، بسیار سپاسگزارم. پس از ناصر من از شما تقاضا میکنم بعد از ناصر و بلوچ یکی از فدرال ها رو که در جهان میشناسید برای ما مثال فقط بزنید یه نکته رو من بگم آقا عزیز، یه کامنت اگه 30 ثانیه است بله بفرمایید. آره، من می‌خواستم فقط اینو بگم که الان این دوستی که الان صحبت میکرد من با تمام نظراتش موافق بودم، خب ولی فقط یه مسئله است که ایشون اسم اون نظامی که میذاره فدرالیسم، من اون اسم فدرالیسم رو قبول ندارم. فقط خواستم اینو در جریان. باشه، با اسمشو میذاریم آسمانی، باشه با اسمش یک کاریش میکنیم. ناصر جان بفرمایید. سلام و درود و عرض ادب. عزیز جان، میدونی یه اتاق زدم در رابطه با شما. ما به عنوان یه دوست، یه رفیق، یه فامیل دوست نداریم همچین اتاقایی زده بشه. شما گاهگداری طرفدار رضا شاهی، اینقدر دوستش داری یه هفته در رابطش کلاب هاوس صحبت میکنه، بعد یه مدت طرفدار فدرالیسمی، یه هفته طرفدار مجاهدینی که عضوای اصلیش تا به حال همچین اتاقایی نزدن که شما زدید. آخه اینا من نمیدونم، خودت بگو چرا بر علیه شما اینقدر پروپاگاندا کردن؟ میتونی اینو بگی قربونت؟ ناصر جان تا جایی که من آخه ما دوست یادمه نداریم عزیز، ما به عنوان یه بلوچ، تو رفیق، دوست، فامیل، بعد به عنوان یه بلوچ این همه بد و بیراه و ما عزیز که معذرت میخوام، معذرت از عزیز. آقا عزیز هستی؟ بله بله هستم. این شهر همون مکاران، این دیوانه است این مرتی که یه بار نشسته داره چرت و پرت داره صحبت میکنه. چرا عزیزان عزیز از من شما میخواید مبارزه بکنید با حکومتی که 600,000 سرباز داره و توپ و تانک داره و ملاست و لبنان و یمن و حسین و حسن همه لشکر داره، باش بجنگی بر علیتون حرفی هم نزنن، دشنامتون هم ندن، بد و بیراتون هم نگن. خب نمیشه که عزیز من پای دیوانه است این بابا. خربزه این میخوری اصلا با پای صحبت لرز کردن مزخرفه. میخواد حالا من برم منو ببینم. جدا کنه. نه خودتون رو آماده بکنید، شلاق گوش کن این دشنام، چی میگه. شلاق گوش کن. آه. دوست عزیز اینو مجید جا اینو چیز کن، کاری و کارش نداشت باش، بذاره خود شما. دوستان اگه میخوای بجنگی، اگه میخوای با دیو بجنگی، باید این 7 خانه رو طی بکنید، هیچ اشکال نداره. یا نجنگید، هیچ که اسمتون نمیگیره، راحت بشینید توی اروپا هم زندگی میکنید. منم که 10 ساعت 5 ساعت بیشتر من زندگی باشم به عنوان یه بلوچ توی یک جامعه عقب افتاده بزرگ شدم، رگ و پی من خورد سختی ها شده، 5 سال بیشتر که من زندگی نمیکنم. این 5 سال بده هر کاری میخوام بکنم مهم نیست، تو فقط با وجدان آرام بخوابی، این برات کافیه. همینقدر که تو
دو رژیم رفته، در هر دوش زندان بودی، برات کافیه راحت با وجدان بساز. میتونستی سرمایه‌دار بشی، میتونستی دکاندار بشی، میتونستی شهردار بشی، فرماندار بشی، نخواست. با وجدان راحت میخوابی، به دهکار مردمت هم نیستی. این بزرگترین بالاترین شرف بر توست. ولی جان بفرما. خواهش میکنم. بله، منم عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت همه عزیز و همه عزیزان بزرگواران، هم بالا و هم اونایی که نشستن. نمیدونم صدای من میاد یا نمیاد. عزیز جان، صدات اصلا فهمیده نمیشه. برو جان باید تو وارسی هیچ نه. تو وارس چطوره؟ خراب. نمیدونم دیگه. هنو بهتر بود، هنو بهتر بود. داخل و اینترنت خراب و عرض سلام داشتم خدمت شما همه عزیز و همه عزیزان و سروران بالا و پایین که نشستن. در خصوص خود موضوع اتاق، قبل از هر چیز باید موضع خودم رو مشخص کنم که یک، در درجه اول یه تجزیه طلب به تمام معنا برای بلوچستان هستم، اما با این اعتقاد که در این مقطع زمانی رویا نیست اما شدنی نیست و شدنش مشکل است. به همین دلیل به سمت فدرالیسم در سرزمینی که امروز ایران گذاشته شده ملت‌های مختلف درش زندگی میکنن، به دلیل اینکه در این مقطع زمانی اون آرزو و اون خواست قلبی و واقعی هم امکان پذیر نیست، محکم طرفدار فدرالیسم بودم، هستم و خواهم. خاطر این که هرچند نقدایی دارم به خودم و به دوستان طرفدار فدرالیسم، معتقدم که در انقلابی که در سال 1401 شروع شد به بهانه شهادت ژینا، به طور خودجوش با پیش زمینه قبلی میرفت که یک سرنگونی رو از یک دیکتاتوری که همه هم میشناسیم و شرایطش رو میدونیم و آنچه کرده و ظلمهایی که کرده بخصوص به همه ملت هایی که در سرزمین ایران هستن بر کسی پوشیده نیست، میرفت که سرنگون بشه. اشتباهات جزئی که یا احساسی بود یا برنامه ریزی شده والا نمیدونم دقیقا، باعث شد که این دیو و این دیکتاتور تا امروز بماند. یکی از اشتباهات، اشتباه خود ما معتقدین به فدرالیسم. چرا؟ به خاطر اینکه زود هنگام اون مبارزه ای رو که باید برای این هدفمون انجام بدیم و تأکیدی که روی این موضوع داشتیم، باعث شد که اون اتحاد همه ملت‌های در سرزمین ایران زندگی میکنن و مردمی که داشتند از شر این دیکتاتور خلاص میشدن، بی موقع و زود هنگام شعارهامون رو دادیم، اتاقها رو زدیم و صحبت‌هایی رو کردیم که حساسیت ایجاد کرد. اما برای هر اعتقاد و آرزوی سیاسی، همونطور که عمو عزیز فرمودن، تحت هر عنوانی که برای خود اون شخص طرفداراش و حتی مخالفینش باید محترم باشه در یک نظام دموکراتیک، من اگر مخالف با یک اعتقاد و عقیده هستم یا کسی دیگه مخالف با من به عنوان یک فدرال و کسی که فدرالیسم دوست داره، اما به همدیگر باید احترام قائل باشیم، نپذیریم اعتقاد همدیگر رو. در چارچوب انسانی و احترام میتونیم فعالیت خودمون رو داشته باشیم و مبارزه خودمون رو هم بکنیم برای رسیدن به اون هدف. مبارزه ما به کسایی که معتقد به فدرالیسم بودیم، البته این تنها ما نبودیم، خیلی های دیگر، باعث شد که تفرقه بسیار از وحشتناکی رو که خواست دیکتاتور موجود بود و خواست نظام دیکتاتوری موجود در ایران بود پیش بره، خواسته یا ناخواسته. و همین امر باعث شد که بهانه دستشون بده که اومدن ایران رو تکه پاره کردن، تجزیه طلبن، فدرال بیستن، نبی از این حرفایی که میشنیدیم و میشنویم و لشکر صاحبی روشون هم که ماشاءالله الا ماشاءالله فعال و نتیجه این شد که تا امروز این انقلاب به پیروزی نهایی نرسید.
من معتقد بودم و هستم که اگر هم برای یک همچین اهداف، حالا چه به عنوان یک کسی که معتقد به فدرالیسم است، چه سایر دوستانی که میخوان با این نظام دیکتاتوری مبارزه بکنن، وقت بود و هست که فعلا اولین وظیفه از شر این خلاص شدن بود و هست. بعدش فرصت بود که بشینیم سنگامون رو وا کنیم در مجلس مؤسسان، در بعدها در برنامه‌ریزی هایی که بعد از این نظام فاشیسم و دیکتاتور میتونستیم انجام بدیم. ما اکثرمون زود هنگام حتی همدیگر رو تخریب کردیم و شروع کردیم به اتاق زدن، صحبت کردن. من از عزیز خوشم میومدم یعنی روزم که الان ناصر جان فرمودن که اتاق زدن. این را بدونیم که هر مبارزه‌ای، به ویژه هر کاری که تأثیرگذار باشد و تأثیر گذاشته باشد، مخالف دارد و دشمن دارد. سنجش و فیدبک اینی که آیا اثر دارد یا ندارد، اثر گذاشته یا نگذاشته، همین حساسیت ها و همین مخالفت ها و همین دشمنی ها، هر شخصی و هر گروهی و هر اعتقادی، هر سازمانی، هر فکر سیاسی که مخالف بیشتر دارد، خوشحال بشود که من تاثیرگذار بودم، اون فکر من تاثیرگذار بوده که برخی دشمنی میکنن بر علیه من. متشکرم از اینکه وقت دادید به من. متشکرم. بله جناب بلوچان سپاسگزارم. بله دقیقا. البته من هرگز این فکر نکردم که من مبارزه میکنم برای اینکه کسی از من خوب میگوید یا بد. من بر اساس وجدانم، بر اساس آنچه درست میدانم عمل میکنم. وظیفه منم پیروزی نیست. پیروزی رساندن انقلابات، مبارزات کار هر کنشگر نیست. کنشگر باید وظیفه خودش انجام بده. پیروزی رو هیچ نیروی سیاسی، هیچ حزبی تضمین نمیکنه. منم تضمین کننده پیروزی نیستم. من به آنچه که وظیفه من، دل من، وجدان من حکم میکنه اونو انجام میدم. چه به من فوش بدن، چه خوب بگن، چه در پای نعل من به قول فیلسوف یونانی نقره بریزن، چه خاکستر برم، هیچ فرقی نمیکنه. وظیفه هر کسی وظیفه خودشو باید انجام بده اونجوری که تشخیص میده. این اصل قضیه. سیاه جان هستی؟ سیاه عزیز جان هستی؟ نه. ساموئل عزیز شما؟ بله. ساموئل جان بفرم. ما الان مثلا برای نمونه ما الان آلمان داریم. آلمان چندین ایالت، هر ایالتی قانون خاص خودش، مثلا هر منطقه قانون خاص خودش داره، مجلس مؤسسان اونجا داره. ساموئل جان ببخشید، اگر یکی از فدرال ها رو بگی که ملیت های مختلفی درشون هستن بگی خیلی بهتره. آلمان یا مثلا فرض میکنیم که روسیه فرضاً، اینها یک جوامعی هستن که ملیت های مختلف نیستن. ولی اگه یک فدرالی رو مثال بزنی که ملیت های بیشتری هستن، زبان های بیشتری هستن، برای ما، برای سیتواشن ما، وضعیت ما خیلی بهتره. مثلا کانادا، الان کانادا، آفرین. بله، کانادا الان مثلا فرانسوی زبان داره، اسپانیایی زبان داره و انگلیسی زبان داره. یک سیستم فدرال دارن. الان تو بری منطقه فرانسوی زبان ها اصلا انگلیسی هم به زور بلدن تو کانادا. می توی اسپانیایی زبان ها انگلیسی با زور بلدن، چون تو زبان خودشون دارن، تو منطقه خودشون دارن. کانادا یک سیستم فدرال، مثلا این میشه یک چیز موفقی. یعنی تو نگاه میکنی تو کانادا یک سیستم موفقی داره، یعنی سیستم بدی نداره. تو میخوام نگاه کنیم، اگر الان من خیلی سفر کردم به کانادا، رفتم فکر میکردم قبلا کانادا فقط یه ملیت داره. وقتی رفتم توی جزیره ای اصلا انگلیسی بلد نبودن، سرگردان شده بودم چیکار کنم، این چه بدبختی گیر کردم. بعد رفتم یه مترجم پیدا کردم، چند جوان پیدا کردم، گفتم بابا برای اینا فرانسوی زبانن. سفر کردیم به یه منطقه دیگری که نزدیک آمریکاست، اونام دیدم چه بابا اینام دارای یه سری اسپانیایی زبانن و یه دولت محلی خودشون دارن و هیچ مشکلی هم ندارن. مثلا برای اسپانیا الان دو سه تا ملیتن، یه سیستم فدرال دارن و مشکلی هم ندارن با هم دیگر و یک کشور
دموکراتیک و زندگی مردم هم روزمره ادامه داره و هیچ مشکل مواجه نمیشه. ولی مسائلی که تو مثلا ما میتونیم سیستم فدرال کانادا رو نمونه نگه داریم. مثلا تو اون نوشته که من گذاشتم توی پیج، توی چیز گذاشتم که میتونید نگاش کنید تو وبسایتشو. اونجا به طور کلی از مثلا خیلی وقته، مال 2005 اینا نوشتم، مال جدید نیست. در مورد فدرالیسم بهتر راه چاره برای ایران آینده و این نیاز داره به سری مسائل قوانین جدید، یه سری مسائل جدید آدم یاد گرفته. به کشورهای مختلف سفر کردیم، رفتیم کانادا. اون موقعی که من ماده فدرالیسم نوشته بودم هنوز کانادا رفته بودم، ولی نبود شیوهی که مثل امروز که مثلا بگردم مثلا تو کانادا، تو سوئیس، تو همین آلمان، توی آلمان، توی خیلی کشورهایی که فدرال تو سیستم فدرال دارن، رفته است. خود روسیه رفتم، یعنی نگاه کردم، ولی از روسیه هم سری ملیت داره، سری ملیت های مختلف داره. اما مثلا برای چچنیا خو مردم مستقلی هستند، جدان است مثلا یه سیستم فدرال اونجا. خب مثلا این مشکلی اشکالی نداره، مثلا ما میتونیم این سیستم رو پیش ببریم. ولی یه مسائلی که اصلا تو هست حاشیه‌ای، اینا یه سری مثلا این باند پهلوی، باند پالانی و اینا یه سری چیز میکنن، ار میکنن یا سر و صدا میکنن. ببخشید حرف کلمه زشتی به کار بردم، خیلی عذر میخوام. سر و صدا میکنن بیشتر یه بازیه، چون این آقای پالانی رفته توی اسرائیل قرارداد فروش بخش دیگری از ایران به ترکیه و بخشی از ایران به آذربایجان رو امضا کرده و به خاطر این امضا بود که اسرائیل تحویل گرفت. اسرائیل هم آذربایجان هم شرط برای اسرائیل گذاشته بود، به خاطر همین شرطی گذاشته بود که در کشورش فعالیت داشته باشه، بر ایران دستکارشو ثبت کنه، چیز کنه، کار بگذاره و روی مسائل ایرانی، روی ایران جاسوسی کنه. خب به خاطر همین آذربایجان شرط براش گذاشته. اینا رضا پهلوی آوردن اونجا. چطوری رضا خان؟ مثلا خودتون نگاه کنی کتاب ادموند، جنرال ادموند، شما برید پیداش کنید، خاطراتش در صفحه 44 نوشته که من به رضاخان گفتم میری پیش کمال آتاتورک، باید اونو خوشحال کنید، هر چی خواست بهش بدی و اگر ندی این کار بکنی و کمال آتاتورک به من خبر بده که ناراحت باشه دست تو، وای به حالت، از قدرت میکشمت پایین. رضاخان رفت در جا منطقه آرارات و اینا رو بدون هیچ مقابلی به ترکیه داد و ارتشش رو اونجا تخلیه کرد و ترکیه هم جشن گرفت که یه بخش دیگری به ترکیه اضافه شده. این مسئله افغانستان منطقه هلمند و منطقه رو چیز کرد، اونم داد به اونجا. اینا همه قراردادی میان، یعنی خاندان پهلوی، خود محمد رضا هم آوردن روی قدرت توی ایران. قرارداد این بود که بحرین به طور کلی از ایران جدا کنن یا تحویل سعودیه بدن یا تحت قیمت تحت نظارت ایالات انگلستان باشه، یا اینکه دولت مستقلی باشه. شاه اومد که قرارداد بسته، بخوره قراردادی میان روی کار. این قرارداد ننگین رو انجام داد، بحرین رو فروخت و احمد گفت نه، بحرین دیگه به درد ما نمیخوره، چون نفتش دیگه تمام شد و تا کشیده و دیگه به درد ما نمیخوره. یعنی اینا اینطوری قراردادی میان و شعارهایی میدن، چون همیشه یادتان داشته باشه اون کسی که شعار ملی خیلی میده و میگه تمامیت ارضی بدون یک وطن فروشه. الان جمهوری اسلامی میگه تمامیت ارضی نه. الان کیش فروخته به چین. الان کیش تحت هیچ عنوان هیچ ربطی به کشور ایران نداره و ایران هیچ حاکمیتی در منطقه جزیره کیش نداره. اینا میدونی مسئله اینه، تو هر کسی هولباف و سر و صدا و تمامیت ارضی و از این چیزا کرد، ببین یه چیزی زیر یک کاسه نیم کاسه هستش. من الان توی بخش روانشناسی خانواده پهلوی، بیوگرافی و روانشناسی خانواده پهلوی، اونجا به طور تفسیر با ویدیو، با مدارک و با تصویر اونجا گذاشتمش اونجا. خب مسائلی که اینا به خاطر شناختشون، خیلی از جوانای ما، خیلی از مردم ما اینا رو نمیشناسن. اینا دستخوش تبلیغات‌های الکی. بعض مردم ایرانی مشکل بزرگی دارن، نمیاندیشن، فکر نمیکنن، منتظرن کدام رسانه چیز خوبی در مورد کسی بره کفرش بزنن.
این اشتباه بزرگیه. من در بخش روانشناسی خلقیات ایرانی و روان تجاوزی دارم گذاشتمش توی همین پیج توی بخش چتش نگاه کنین، اونجا توضیح دادم. مردم ایرانی، یعنی متاسفانه منم خودم یکی از اونها هستم، ما اسیر جهل درون خودمان هستیم، اسیر گرگ درون خودمان هستیم، نمی اندیشیم و خود را پایین میدونیم و همیشه باید کسی بالای سر من باشه، رهبر یا مثل چوپان. این سپاس خیلی ساموئل خطرناک. جان، اگه یه جنبندی بکنی من بعد از جناب علیرضا باز یه پرسش دیگری از شما دارم. بعد از علیرضا سپاسگزارم. اگر شما یک باشه الان جنبندی جنبندی میکنم کوچیکی تمام میکنم. بله مرسی. باشه. مسئله اینه، این یه سری مسائلی بود، مسئله روانشناسی و خلاصه مسائل رفتاری توی مردم ما. ولی ما هر چی ما تلاش کنیم مردم رو آگاه کنیم، آقا از این حرف قشنگ گفت، ما مبارزه میکنیم، ما اون چیزی که توان داریم تا اگه توان با توان خودمان برای آگاه کردن مردم از راههای مختلف کار میکنیم. خب خوین و واقعیت داره، اونا هم یه باید واکنشی داشته باشن، یه چیزایی بگن، یه چیزایی تبلیغاتی بکنن. خیلی ممنون از اینکه وقت ما دادین. تشکر. سپاسگزارم. با ما باشید که ما پرسش‌های زیادی از شما داریم. با توجه به این تحقیقات به ما کمک بکنید در زمینه آموزش فدرالیسم، به ویژه از فدرال هندوستان و پاکستان حتی نظامی. حتما شما اطلاعاتی در هر دو زمینه دارید، تفاوتشون در چیست. مرسی، سپاسگزارم. بعضی از فدرال ها زبانی هستند، بعضی ها اقتصادی هستند، بعضی ها قومی هستند، ملیتی هستند و بعضی ها هم اداری فقط. سپاسگزارم. ما پرسش هایی ازتون داریم. جناب علیرضا بفرمایید، خواهش میکنم، و بعد استاد جمال جان بفرمایید. خواهش. اگر سیاه هست، سیاه جان با متقدم هست. درود و سلام خدمت همه عزیزان. اون چیزی که در تاپیک برنامه من میتونم بگم اونم اینه که اول از هر چیز باید بپذیریم با توجه به آنکه ایران کشوری است کثیرالمله. اگر این یک واقعیت عینی و مادی هست، پس احقاق حقوق ملیت هایی که در ایران، در این سرزمین زندگی می که می شود به صورت مسالمت آمیز در چارچوب این کشور ملیت ها با همدیگر زندگی بکنن. غیر از این، آن چیزی که در تاریخ 100 ساله اخیر ایران ما مواجه بودیم جز چالش های که باش روبرو بودیم، درگیری های نظامی و خشونت آمیز و استبدادی که تلاش کرده ملیت ها رو در واقع وجودشون رو نفی بکنه و از این طریق یک حکومت سنترالیستی اقتدارگرا و توتالیتاریستی رو حاکم بکنه. و دیدیم که رژیم شاه در همین نقطه دچار شکست شد. یعنی انقلاب بهمن در واقع اگر در بالا توطئه‌ای بود برای به حکومت رسوندن قدرت رسوندن روح الله خمینی، در پایین اما واقعیت عینی بود که ناشی از رضایتی عظیم تمامی مردم ایران و ملیت‌های تحت ستم مضاعفه که در این سرزمین زندگی می‌کردند. خب در شرایط کنونی هم اگر ما می‌بینیم توده های مردم در کردستان، در بلوچستان، در آذربایجان، در لرستان، در تمامی مناطق که در ترکمن صحرا علیه این رژیم مبارزه می کنند، تمامی اینها به خاطر ستم ملی هستش که بر اونها وارد اومده و تنها راه حل این چنین مشکلی و چنین معضلی و چنین تضادی به رسمیت شناختن حقوق ملیت هست. حال یگانه راه علمی، منطقی و اصولی حل این ستم ملی در واقع در عالی ترین شکلش به رسمیت شناختن فدرالیسمه. یعنی اینها بتونن
در رابطه با حقوق ملی خودشون، در رابطه با حیطه سرزمینی خودشون در واقع حکومت رو در دست بگیرن و به صورت فدرالی عمل بکنن، دولت محلی داشته باشن، زبان محلی خودشون رو تدریس بکنن تا حد دانشگاه ها و در واقع بتونن از این طریق هویت ملی خودشون رو احیا شده و تداوم یافته ببینند. پس اگر ما بخوایم به صورت خلاصه صحبت بکنیم و حاشیه نریم، بدون پذیرش فدرالیسم تفاهم جمهوری خواهان در ایران شدنی نیست. یعنی هر آن جمهوری خواهی که در ایران بخواهد نظام جمهوری ایجاد بشود و این نظام جمهوری سکولار بایستی باشد و تکثرگرا باشد، راهی جز به رسمیت شناختن حقوق ملیت ها ندارد و عالی ترین شکل آن و علمی ترین شکل آن با توجه به تمامی تجارب تاریخی و تمامی تجارب ملیت های دیگر همانا فدرالیسمه. من بیش از این وقت دوستان رو نمیگیرم، شنونده هستم و آرزو میکنم برای روزی که تمامی آرزوهای ملیت‌های ایران رو در یک ایران آزاد تحقق یافته ببینم. با تشکر از فرصتی که سپاسگزارم استاد علیرضای عزیز گرامی، مبارز نستوه جنبش سیاسی در دو استبداد و در دو دیکتاتوری پایدار باشید. سیاه عزیز بفرمایید. سیاه جان کنار مایکت هستی، بفرمایید. با درود به همه، من الان در موقعیتی نیستم که بتونم صحبت بکنم. ممنون. پس هر وقت شد مایک بزنید. استاد جمال جان شما هستی عزیزم؟ استاد جمال گرامی، جمال جان تشریف داری؟ نه. بله من دارم. بله بفرمایید. من نیستم در جریان، به هر حال بحث‌های شما تازه اومدم، ولی اون چیزی که شما همیشه به دنبالش هستید مسئله فدرالیسم هست. یعنی در حقیقت این که تفکیک در جریان به اصطلاح اقتصادی یا برنامه ریزی ایجاد بشه. این فدرال بودن یعنی این که اول باید از نظر تفکری و فکری این مورد پذیرش باشه که انسان انتخاب رأی و انتخاب رو برای دیگران قائل باشه. این بهله اول حرکت هست که این از حکومت‌های استبدادی که چندین درجه از حکومت‌های دیکتاتوری بدتر هستند و قانونگریزن، تصور و فکر این که بتونن با دیگران در اشتراک باشن، به رأی دیگران احترام بذارن، به گفته دیگران و مطالبات دیگران. این اولین مشکلیه که این حکومت‌های توتالیر داره و این حکومت‌های بنیادگرایی که همیشه ممانعت از این میکرده. یعنی اگر اینجوری تصور کنیم که اگر روابط مالی به هر حال مانیتوری یا روابط‌های مالی از روی کره زمین برداشته میشد، مخالفت حکومت با فدرال بودن شما چی هست؟ هیچ. چه مشکلی داره؟ تنها چیزی که اینها حاضر نیستن که در مقابلش به اصطلاح این رأی رو برای دیگران و این حق رو داشته باشن، همین احاطه کردن به مسائل اقتصادی است. نه فقط برای الان سیستان و بلوچستان و کردستان، بلکه هنوز در همون شهرهای دیگه هم تا اونجایی که من اطلاع دارم، مثلا تولید برق در استان فارس مال خود استان فارس نیست. یعنی این که تمام میره به مرکز تصمیم گیری، تمام برداشت‌ها به اصطلاح تولید ثروت
در اونجا تقسیم بندی میشه. اونجاست که اونها میتونن رانت‌های اقتصادی ایجاد کنن، یعنی از درآمدها رو همه در یه جا جمع میکنن و در اونجا اون تقسیم بندی و اون رانت اقتصادی انجام میشه بدون علیرضا جان مایکتون بازه. علیرضا هست. مرسی. بفرمایید. آره، به هر حال اگر که در اقتصاد، در پرودستنت اکانومی، شما در اقتصاد تجزیه در وهله اوله، یعنی تقسیم بندی ها به کوچکترین نقطه هرم که شما رو میتونه در CPM مطلع کنه، ولی وقتی که به صورت بالک و گنده دارن عمل میکنن از حساب و کتاب خارجه و هیچ کس واقعا نمیدونه که درآمد مثلا برق یا آب یا نفت یا غیره جامعه چیه و همه در یک کوزه ریخته میشه و در اون کوزه یه دفعه میبینید بخشی که مثلا ملا در مدرسه ها میبره بیشتر از دانش آموزان و فرهنگ ایرانه، فرهنگی که در حقیقت باید بیشتر از سهم بودجه برنامه داشته باشه، یا فلان کشور یا فلان غیر. اینی که عمدتاً از نظر ذهنی اینها من فکر میکنم این تفهیم رو ندارن که به این نتیجه برسن. و نکته آخرم اینه که در نوع حکومت‌های به اصطلاح استبدادی که در حقیقت زیر مجموعه حکومت‌های فاشیستی است، یعنی همون فاشیست که حالا به هر حال اون کسانی بوده که خنجر شمشیر در روی شکمشون میذاشتن، اینا حالا ساچمه و به هر حال غیره، اونا هم همینطور. فاسیو یعنی شمشیر دیگه به زبان ایتالیایی، مثل موسولینی، مارکو و غیره. یک همچی حکومت هایی که فاقد قانونن و قانون گریزن، به هر حال این مطالبات جامعه رو باید به یه شکلی که چگونه میشه این رو در ایران انجام، یعنی این خیلی مسئله است با حکومت های حکومت در حقیقت ابزار دینی که همون مذهبی است و احکام های مذهبی است. این به نظر من مشکلی هست که نمیدونم جامعه چگونه میتونه به این به هر حال برخورد کنه و یه جامعه عملی بپوشونه که اینها بتونن احترام بذارن به حق رأی و زبان و سنت و فرهنگ های به اصطلاح مختلف جامعه. به هر حال همین من بله، سپاسگزارم. من یه چند موضوع رو برای اطلاع ساموئل عزیز که در این زمینه خیلی زحمت کشیدن برسونم که ساموئل جان، به لحاظ سیاسی الان نیروهای ایرانی میدونید که 3 هفته پیش حزب چپ ایران در کنگره سوم برای نخستین بار یک حزب جدی سراسری چپ ایران مسئله فدرالیسم رو به عنوان بهترین شیوه اداره امور مناطق فرهنگی، جغرافیاهای سیاسی فرهنگی ملت ایران حساب کرد و گفت که برای ایران آینده هیچ راه حل سیاسی امنیتی بجز پذیرش فدرالیسم به عنوان بهترین شیوه اداره امور وجود نداره. و با توجه به اینکه سازمان مجاهدین خلق ایران هم چندین سال پیش با حزب دموکرات کردستان مسئله خودمختاری رو پذیرفت و به زبان مادری تحصیل رو پذیرفت و با توجه به اینکه برای نخستین بار مرکزیت ایران هم در سندیکاهای مستقل ایران که با 12 ماده از آرمانهای ملت رو تصویب کرد، پذیرفت که باید رفع ستم ملی و برابری زبانهای سراسر کشور اجرا بشه. با توجه به اینکه حزب دموکرات کردستان و کامله و ملیت بلوچ، ملیت عرب، ملیت آذربایجان و ملیت کردستان همه اینها پذیرفتن این مسئله رو، به نظر شما همکنون یک با این
احزاب و سازمان‌های سیاسی میشه یک وفاق جمهوری درست کرد و برای شکستن حکومت استبدادی دینی این احزاب و این ملیت‌ها کافی هستند یا منتظر نیروهای دیگری هم باشند؟ این پرسش من از شماست که اگر سازمان مجاهدین، حزب چپ، حزب دموکرات کردستان، حزب کنگره، کنگره ملیت‌های ایران فدرال، شورای دموکراسی خواهان با همه این احزاب با هم باشن میتونن اعلام یک آلترناتیو بکنند یا نه؟ در این زمینه اگر شما هم اطلاعاتی دارید یا سخنی یا تجزیه و تحلیلی اگر بفرمایید در 5 دقیقه سپاسگزار میشم. خواهش میکنم. خب این واقعیت داره. خب اکثریت اینا دیگه اکثریت مردم ایران رو تشکیل میدن، یعنی مثلا حزب دموکرات، پژاک الان با هم همکاری میکنن دیگه. احزاب کرد کلا با هم، یه تعداد کوچولویی نباشه اونم افتادن جون همدیگه رو قلقم کردن. اونا دیگه معلومه روشن برای مردم کرد اونا میشناسه. و به غیر از اون که الان حزب دموکرات کردستان حزب بزرگ هست که 70 سال سابقه مبارزه دارد. بعد احزاب کوچکتری هم هست، مثل خبات هست، سازمان حزب حیات آزاد پژاک هست، حزب کومالا و رهبری ابراهیم علیزاده هست. بعد احزاب دیگری هم هست. اونا خب وقتی نگاه میکنی تشکیلات وقتی جمع بشن خب دی اکثریت رو تشکیل میدن. و سازمان مجاهدین خلق هم اینجا خب یه نیروی بزرگی است، یه نیروی بزرگ سراسری است، بزرگترین نیروی مخالف رژیم ایران است، از همه نوع و حساب برش میبره و خیلی هم در این مورد خرج میکنه و مخارج زیادی هم کلانی هم خرج میکنه که بتونه به این نیرو ضربه بزنه. از اون حزب چپ ایران هم حزب کوچکی نیست. بخوایم و نخوایم الان تو جامعه ایران به دلایل شناختی که بر مذهبیون امروز که حکومت مذهبی رو داشتن، الان گرایشات جوانان مردم ایران بیشتر به سوی یک تفکر سوسیالیستی هستن. سوسیالیست خودشون بعضی الان شاید ندونن مسئله سوسیالیست یعنی یک زندگی بهتر، یک زندگی برابر، اینا به اسم یا زندگی انسانی. سوسیالیسم اینه، نه این سوسیالیسمی که مثلا تعریف میکنن که خلاصه بعضی ترجمه کردن برای ما غربی‌ها که ما هم بعد بفهمیم ازش. خود گرایش به سوسیالیسم دارن. مثلا اگر نگاه کنید کارگرای جنوب، همون سپیده قلیان، خیلی از اینا آقای اسماعیل که دستگیر شد و خیلی از اینا مسائلی که نوید میده که یک تفکر چپ در داخل ایران در حال پیشروی است و اونایی که در مورد بنان سلطنت طلب و تبلیغات میکنن اینا بهش میگن اپوزیسیون سازی خود رژیم، بسیجی ها و سپاهی ها، به خاطری که یک کاری کنن در فضای مجازی گویا اپوزیسیونی در مقابل اپوزیسیون دیگر که چیزی که خطر کمتر داره و در خدمت خودشون هست اینا رو بیشتر تبلیغ میکنن. اینا یک مسئله رسانه‌ای، ولی در عمق جامعه که میری جامعه ایران به سوی یک جامعه چپ و سوسیالیسم و زندگی بهتر گام برمی‌دارن. الان تو نگاه می‌کنی مقالاتی که در میاد بیرون در دانشگاه‌های ایران بیشتر تعریف از سوسیالیسم است، در رابطه زندگی بهتر. و در مورد مسئله فدرالیسم هم خودن در نیروهای مخالف دارن جمع میشن دور هم دیگه. سازمان مجاهدین خلق، حزب چپ، حزب دموکرات کومل، خب اینا وقتی اینا جمع بشن دور با حزبای بلوچستان یا احزاب بلوچستان میگه جمع بشن با احزاب آذربایجان هم در داخل این هست. خب اینا اکثریت رو تشکیل میدن. وقتی اکثریت تشکیل بدن دیگه او افرادی که مثلا افکار فاشیستی دارن یا مثلا چیز دارن در اقلیت قرار میگیرن و نمیتونن به جایی برسن و مطمئنا پیروزی از آن اکثریت است. ممنون. بله مرسی، سپاسگزارم از شما جناب لطیف جان. به خیلی خوش آمدید. بفرمایید. من پس از شما باز یک پرسش دیگری از تا ساموئل عزیز پیش شماست در زمینه فدرالیسم پیش میبریم. بفرمایید. خواهش سهراب جانم اومده. بفرمایید لطیف جان. لطیف عزیز گرامی، لطیف جان هستی؟
لطیف گرامی 1 2 3 4 5 اوکی. سهراب جان بفرم. سیاه جان شما میخواد چیزی بگی؟ سیاه عزیز بله میخواستم در مورد بفرم. صحبت آقای سموئل صحبت بکنم که در کانادا فقط 2 زبان رسمی هستش، یکی انگلیسی یکی فرانسوی، اسپانیایی ما نداریم. البته تمام زبانهای دیگه میتونن کلاس داشته باشن به زبان خودشون، نه مدرسه، یه کلاس های مخصوصی میذارن که مثلا روزای شنبه هستش، فارسی زبان هم دارن. ممنون. بله مرسی سپاسگزارم. سهراب جان بفرم. خواهش کنم. درود دارم خدمتتون، امیدوارم خوب باشین. جناب دادیار، کاوه عزیز، جمال، همه دوستان، لطیف عزیز. بله خب یکی این چیز فدرالیسم البته برای شما مسئله مهمیه، میبینم هر روز اتاق راجبش باز میکنید و اینا، قابل تقدیر و ستایشه و پیگیریش خوبه دیگه، چون به حساب من خودم شخصا معتقدم به این حق تعیین سرنوشت برای هر فردی، چه برسه برای یه جمعی، و باید طوری باشه که جامعه که مردم بتونن تصمیم بگیرن برای زندگیشون و بتونن در جهت بهتر شدن زندگی خودشون هر اقدامی که فکر میکنن درسته بکنن. حالا در مقیاس بزرگتر دیگه این یه جمع چند میلیون نفری که هست در کردستان، در بلوچستان، در همه جا، در خوزستان، در آذربایجان، اینا قطعا به حساب حقشونه که ببینن چه مسائلی مهمتره، حیاتیتره برای زیستشون، برای معیشتشون و بر اساس اون برن جلو. ولی الان متاسفانه چیز هست دیگه، الان که وضع خراب، این خامنه ای و دم و دستگاهش دیدید که مثلا چیز میکنن، بحران در منطقه میسازن و کشورهای همسایه رو تهدید میکنن. الان این تمام سران این تروریست منطقه رفتن اونجا تهران که با اینا ملاقات کنن، بهشون پول میدن، از قرار میسید که سال 20-30 میلیون دلار به اینا پول میدن. تا حالا میلیاردها دلار به اینا پول دادن، به این حماس و حزب الله و اون حسن نصرالله و اینا، و دائما خامنه‌ای تهدید میکنه که اسرائیل از روی زمین محو میکنه، ولی در واقعیت این است که کودکان رو میکشه. الان 53 کودک کشته، و 17 داشت دختر بچه بودن و جوانای مردم. الان اسرائیل داره تمام کیف دنیا رو میکنن اونا، لب دریاهاشون، هتل‌های درجه یکشون، همه، و این مردم ما باید برن دم اوین ببینن خامنه‌ای چه بلایی سر بچه هاشون آورده. این است که این وضعیت ایران فعلا، دست یه مش اراذل و اوباشی که نمیدونم کینا رو گذاشت اونجا به قدرت، به هر صورت در قدرتن و قدرت هم رها نمیکنن. و الان دیدید که همین جمعه بود امروز و بلوچستان خون و قیام است. از ما به تهران این پیام است. پلاکارد گرفتن و حتما راجع به این مسئله صحبت کردید قبلا. من تازه آمدم، حالا گوش میدم ببینم دوستان چه میفرمایند و در خدمت هستم. ساموئل جان شما از فدرالیسم سلطنتی مالزی هم چیزی میدونید که در اونجا 9 پادشاه هست و هر پادشاه 4 سال پس از هر 4 سال در واقع برگزیده میشن، ارثی هم نیستن و پس از 5 سال یک پادشاه از این 9 پادشاه رئیس پادشاهان میشه، یعنی شاه شاهان. و در میان فدرالیست های اونها یک فدرال هم خود مختار هست. این چجوریه؟ در این زمینه هم مطالعاتی دارید؟ اگر دارید
بشه یکم هم درباره این فدرال که فقر رو هم پایان بخشیده اگر بشه یک سخنهایی داشته باشید، یا راجع به فدرال هند که بیش از 500 خوردی مهاراجه بودن، 72 نیم پادشاهی و اینا تونستن در یک کشور بزرگ 1,300,000,000 یک همچه سیستمی برقرار بکنن که در این سیستمشون با وجود اینکه هندوستان سرمایه‌داری کامل هست، ولی بعضی از این مناطق از جمله یکی به نام کرولاس نمیدونم کجا چندین سال است که حاکمیت کمونیستی برقراره. یعنی چند تا حزب سوسیالیستی کمونیستی ائتلاف میکنن و حکومت سرمایه‌داری رو در اون بخش ایالت میشکنن و فدرال خودشون رو دارن. اگه میشه یکی از این دو فدرال ها رو برگزینید و برای ما تشریح بکنید با توجه به مطالعاتی که شما داشتید در این زمینه. سپاسگزار میشم. خواهش میکنم. من خودم وقتی که کارمند سازمان ملل بودم، کارمند UN بودم، چند باری به هندوستان سفر کردم. بله، تو هندوستان چنین چیزی وجود داره و در هندوستان چندین ملیت وجود داره. مثلا خود هندوستان تامیل داره، بعد کشمیری داره، دیگه اصلا ملیتش بنگلادشی داره، بنگالی داره، خود هندوی داره. خیلی اصلا تو نگاه میکنی ملیت های مختلفی توی هندوستان زندگی میکنن و یه سیستم فدرال دارن و سیستم فدرالشون رو خلاصه حکومت محلی هر منطقه قانون خاص خودش داره. یه سری سرمایه داریه، یه سریشو سوسیالیسم و اینا خودت تعریف کردی که وجود داره. اونی که من خودم اونجا یه سری سوالات و یه سری مطالعات. ولی مثلا مالزی، در مورد مالزی، مالزی سیستم فدرال داره که برگرفته از سیستم سوئیس بوده و اینها را تطویر یا به قول معروف تکامل دادن و به این شیوه تقسیم بندی شده و این تقسیم بندی هر محله یا هر محل فدرالی اونجا یک پادشاه داره و در بین این پادشاه هر کمسا کارشون خیلی خوب باشه با رای اکثریت پادشاه شاهان، یعنی رئیس کل پادشاه های مالزی میشه. و مالزی خودشون افرادی از سوی مردم باید انتخاب بشه، کاملا پلیس و اینا دخالت نمیکنه و مردم میان اون شخصی که انتخاب میکنن، اون شخص حق دارن در خلال 6 ماه اگر این شخص کارآمد نباشه، اگر کارش درست نباشه، اینو باید استیضاح بشه یا به طور کلی دوباره افراد دیگر انتخاب کنه. این اجازه دارن توی مالزی، یعنی بعد 6 ماه اجازه دارن اگر این شخص نتونست کارهایی که قولایی که قرارایی که داده انجام نده، توی 6 ماه حق دارن اونو بردارن و کسی دیگر جاش بذارن. و اگر زمانی که تا زمان انتخاب جدید کسی رو پیدا کنن، اجازه دارن شخص دیگری که مردم انتخاب کردن بذارن موقت اونجا، شخص موقت کار میکنه تا زمانی که کارنامه انتخابات. بعد اینا به دست دانشجوهاست، دانشجوها حق دارن میرن تحقیقات میکنن. گروه تحقیقاتی دارن به نام بهش میگن گروه آنالیستیا. این گروه آنالیستیا یا گروه تحقیقاتی اینا میرن میگردن و افراد و از نظر روانشناسی زیر و رو میکنن که آیا این شخص تا چقدر صادقه و تا چقدر صادق نیست. اینا زیر و روش میکنن، خیلی زیر رو، تا زمانی که بدونن آیا تا چقدر صادق. وقتی که صداقت پیدا کرد اون موقع انتخاب میکنن و انتخابات سراسری میکنن و میره پادشاه اون منطقه میشه. و این اشخاص نگاه میکنن کدامشون کارهای خیلی خوبی انجام داده و کاربردش خیلی بهتر بوده و تاثیرگذار بوده و زندگی مردم رو بهتر کرده و مناطقی که باید باشه بهتر کرده. اینا میان چیکار میکنن؟ توی بین اینها انتخاب میکنن اون شخصی که کاراش خیلی خوب باشه شاهان میشه. این سیستم بد نیست، سیستم بدی هم نیست و مشکلی هم اونجا ایجاد نمیشه توی مالزی. البته یه سری اختلافات و مسئله وجود داره، ولی این گروه هایی که وجود داره ولی به هر حال دیگه کنترل دارن روشن و دارن روش کار میکنن. آموزش پرورش هم تو هر مناطق آموزش پرورش خاص خودشون دارن و قانون خاص خودشون دارن. تو مناطق تو منطقه به منطقه دیگه میری نگاه میکنی دولتی به دولت دیگری میای. در مورد مالزی بود و در مورد هندم میتونم بیشتر مطالعه کنم، اطلاعات بیشتری هم بگیرم، حتما در خدمت خواهم بود. مرسی، سپاسگزارم.
سپاسگزارم. دوستان دیگری اگه پرسشی از جناب ساموئل دارند یا خودشون سخنی دارند بفرمایید. یوسف جان، کاوه جان، هر کدوم از دوستان اگر پرسشی دارن از دوستان یا سخن ویژه‌ای دارن در این زمینه. من ببینید یک صحبتی شد به نظرم بهش پرداخته نشد به اندازه کافی. اونم این بوده که تاکنون یک اقلیت ناچیزی در 100 سال اخیر مقدرات کشور رو در دست گرفته بود و با آتش و آهن و پولاد بر اکثریت قاطع این مملکت حکمرانی کرده. این وزیر آموزش پرورش خود آخوندها در یک اعترافی گفته بود بیش از 70% از دانش آموزان ما دو زبانند. به این معنی این حرف که بیش از 70% از جمعیت دانش آموزی کشور زبانی غیر از فارسی دارند و اینها از حق تحصیل به زبان مادریشون محرومن. فکرشو بکنید یک بچه 6 ساله، 6 و نیم ساله، 7 ساله میره مدرسه. تا این تاریخ این بچه با زبان مادری خودش خوب گرفته. به یک باره متوجه میشه، من اینا رو میگم چون خودم تجربه کردم، متوجه میشه که دیگه زبان مادریش اینجا دیگه کارایی نداره. یعنی اولین جایی که پا میذاره بیرون خونه متوجه میشه که زبان مادریش باید بذاره کنار و به یک زبان دیگر صحبت بکنه. من نمیدونم چقدر میشه تصور کرد که این بچه در چه چالش و تنشی قرار میگیره. حالا این یه جنبه ساده مسئله ملیت هاست. ملیت هایی که با هم بیش از 75% جمعیت انسانی این جغرافیای ایران رو تشکیل میدن. بعد فقط ترک های ما قریب به نصف جمعیت کشورن. فقط ترک ها. در حالی که ما کردها رو داریم، بلوچ ها رو داریم، عرب ها رو داریم، ترکمن ها رو داریم، قشقایی ها رو داریم و لرها رو داریم، بختیاری ها رو داریم، کاسپیان ها رو داریم، مازنی ها رو داریم. اینها همه روی هم رفته بالای 80% از جمعیت ایران رو، حداقل بالای 75% جمعیت ایران رو تشکیل میده. ولی همیشه یک اقلیت ناچیز با شعار یک کشور، یک هویت، یک پرچم و یک شاه یا یک رهبر حکومت کردن. بعدم ستم و مهاجرت اجباری و در حقیقت انکار هویت هست. الان این ملت‌های به سطوح آمده و ملت‌های تحت ستم به قدرت خودشون پی بردن و متحد شدن. حداقل الان دو تا یا سه تا ائتلاف فراگیر داریم، ائتلاف قابل توجه داریم.
یکی کنگره ملیت هاست و دیگری فدرالیست خواهان هستند و اخیراً هم ائتلاف دموکراتیک ملت ها در ایران تشکیل شده از 7 حزب از ملت های ایران. اینها در حقیقت یک نیروی تعیین کننده هستند که در کفه تعادل قوا و در ترازوی تعادل قوا در هر کفه قرار بگیرند، اون کفه سنگین‌تر و تعیین کننده خواهد بود. بنابراین سرنوشت آینده ایران هرچی خواهد بود قطعاً حاکمیت متمرکز تمامیت خواه اقتدارگرا که بخواد از تهران بر کشور حکمرانی کنه نخواهد. این رو من مطمئنم. بنابراین سپهر سیاسی ایران و آینده سیاسی ایران با فدرالیسم میتونه رقم بخوره و میتونن ملت ها مثل گذشته ولی در دموکراسی و حقوق برابر و احترام و تعلق مشترک به روح دموکراسی و آزادی و برابری زندگی مسالمت آمیزی رو با هم داشته باشن. من فکر میکنم چنین آینده‌ای به اندازه کافی انگیزاننده است و اندازه کافی امیدبخشه. من فکر میکنم که هر انسان آزادی خواه و هر انسان برابری طلب به این آرمان حتی اگرم خودش زاویه هم داشته باشه و یا اعتقادات دیگری داشته باشه براش جالبه که کمک کنه به تحققش و به نظر من این در مسیر عملی شدن هست. تشکر میکنم از اینکه به من فرصت دادید. گوش میدم. سپاسگزارم کاوه جان. یاشار جان، ما خیلی وقت صدات کردم ولی رفتی. بفرمایید، خواهش میکنم. روی متن اگر یک سخنی بگی سپاسگزار میشم. سلام. یاشار عزیز، درود بر تو. سلام بر همگی دوستان بالای استیجم پایین. والا بدون فدرالیسم جمهوری خب در ایران شدنی است. من فدرالیسم رو پیش نیاز دموکراسی در ایران میدونم. یعنی راه دموکراسی در ایران از قبول آینده فدرال در ایران میگذره. یعنی بدون اینکه قبول بشه که این ملت هایی که در ایران هستند در آینده ایران حقی خواهند داشت و این حق خودمختاری و خودگردانی منطقه‌ای خواهند داشت، دولت خودشون رو خواهند داشت، مجلس خودشون رو خواهند داشت. بدون این حتی کوچکترین تغییری در ایران ممکن نیستش. ما از مثلا من علتش رو همین سال 88 که همون قضیه جنبش سبز پیش اومد، من اون موقع مصاحبه‌ای با رادیو فردا دادم. بنده بودم، آقای بنیتوروف بود و چند نفر دیگه از دوستان که کاوه قریشی بود که نکته مشترک، حالا اون موقع آذربایجانی ها صداهای مختلف بود. مثلا همین آقای شاملی و صبری میگفتن که آقا بیاین خیابون، بیاین وسط خیابون شرکت کنین، اعتراض بکنین. منتها خب و آقای شریعت مداری بودن که میگفتن آقا، من یادمه که آقای شریعت مداری فکر کنم 10 بار در تلویزیون ظاهر شد از مردم به ترکی به فارسی خواهش کرد که بیاین کف خیابون. و یک طرفش هم فعالین حقوق بشر بودن مثل بنده، بین گروه های سیاسی آذربایجان بودن که بیانیه میدادن و از مردم خواستن که
این مسئله‌ای که در سال 88 هستش، جنبش سبز و اینها، دعوای بین طرفداران حکومت هستش و این ربطی به خواسته های آذربایجان نداره. هیچ کدوم از طرفین خواسته های آذربایجان براشون مهم نیستش و هر دو مخالف خواسته های آذربایجان هستن. بس در نتیجه شرکت کردن در همچین چیزی رو مخالف بودیم و باز هم تاکید میکنم که اون نگاه ما درست بود. در شرایط اخیر که خب در اعتراضات اخیر اولا ایران ضعیف شده، دولت ایران نسبت به قبل ضعیفتر شده، تا مخصوصا در دوره ترامپ خیلی ضعیف شده بود. حالا در دوره بایدن ظاهرا پروداکشن نفت ایران بالا رفته، دوباره تولید نفت ایران بالا رفته، تحریم ها در حرف هستش در عمل نیستش. یعنی مثلا روزی 5 میلیون بشکه داره الان نفت صادر میکنه ایران که نفت ایران رو تانکرهای نفتکش میبرن به عمان، در عمان پرچمش عوض میشه، داکیومنتش عوض میشه و دوباره به بازارهای جهانی صادر میشه، به چین، به آلمان. حتی آلمانی ها خیلی خوب میدونن که این نفت ایران هستش. منتها در این شرایط خب در این اعتراضات اخیر چون یک چیز خودجوش بود، چون که بانی و صاحبی نداشت، چون که خواستهای مختلف از مخالفین مختلف حکومت شنیده میشد، آذربایجان هم اومد شرکت کرد. منتها خب همین که در میدیا خب یک مقدار خب خواستن که مسئله رو مصادره بکنن، فعالین آذربایجانی رو در مدیا راه ندادن و یا اینکه مثلا شعارهای اصلی این حرکت رو و شعارهای آذربایجان رو از همون مدیاها پخش نکردن، سانسورش کردن و افرادی اومدن گفتن که آقا این حرکت های طرفداران آقای پهلوی هستش، ایشون رو اومده تبلیغ کرده. به همین خاطر آذربایجان خب یه مقدار سست شد نسبت به این حرکت. منتها در صورتی که ما منشوری در ایران داشته باشیم که تغییر رو به نوعی ترسیم بکنه که خواستهای آذربایجانی ها هم توش باشه و نوع عملکرد حول اون، یعنی اعتراضات، یعنی فعالین آذربایجانی باشن، احزاب آذربایجانی باشن و این سبب میشه که خب مردم آذربایجان هم روحیه بگیرن و به صورت میلیونی، یعنی آذربایجان جمعیت 20 میلیونی داره، یعنی اقلیت کوچکی نیستش و تاثیرگذار هستش در این حرکت. اگه همچین چیزی ترسیم بشه من مطمئنم که آذربایجانی ها در صحنه خواهند بود و یکی از موتورهای محرکه انقلاب آذربایجان بوده در تمام هر چیزی که در ایران اتفاق افتاده، در انقلاب های مختلف. و به همین خاطر یک فدرالیسم درست و واقعی رو، فدرالیسمی که بر حق تعیین سرنوشت استوار باشه رو باید در این منشورها آورد و تنها راه گذار به دموکراسی رو من فکر میکنم که قبول فدرالیسم برای آینده ایران هستش. بدون اون جوونی که میره کف خیابون جونش رو میده و یه خواسته هایی داره، زمانی که خواسته های خودش رو نمیبینه، زمانی که افراد متعلق به مردم خودش رو در اون مدیا نمیبینه، نمیدونم در اون منشور خواسته هاش نمیبینه، دل سرد میشه و نمیتونه مثل مستمر شرکت بکنه و طبیعتا در این مورد هم همونطور که آقای کاوه گفتن ائتلاف دموکراتیک ملت ها به وجود اومده. حزب مرکز آذربایجان هستش به صورت مشخص، یک بزرگترین حزب آذربایجانی و چند حزب دیگه آذربایجانی هم هستند. حزب نزال هستش از اهواز، حزب راجی تپاکی هستش از بلوچستان
و همچنین احزاب دیگه هم در حال صحبت هستند که به این مسئله بپیوندند و اینها فکر میکنم که اگه احزاب تاثیرگذار، احزابی که میتونن در کف خیابون نیروهای میدانی دارن، میتونن تظاهرات ایجاد بکنن بین این مثل این احزاب، اگه با هم کار بکنند سبب خواهد شد که این رویایی که ما داریم و رویایی که همه ما داریم به واقعیت بپیونده و این مردمان ما هم به حق و حقوقی برسن. و فکر میکنم که ما اولین قدممون باید این باشه که احزاب تاثیرگذار هم خب باید یک محکی باشه. یعنی اگه گروهی تونست مثلا یک تظاهرات هایی در مثلا در خارج کشور، در داخل کشور به راه بندازه، محک ما تظاهرات گذاشتن باشه، حرکت میدانی باشه. بر اون اساس این گروه ها رو میتونن وارد بشن و با هم صحبت بکنن و تاثیرگذاری خودشون رو در میدان، نه در این که مثلا در سوشیال مدیا، در کلاب هاوس و اینها نشون بدن. ممنون. بله سپاسگزارم. علی آقا هم بودن ولی مثل که رفتن. پرسشی دارم من یاشار جان، به نظر شما با توجه به بعد از این منشور تشکل‌های مستقل صنفی که بیش از 50 تشکل بودند، از جمله جنبش معلمین و کارگران هفت تپه، بازنشستگان و دانشجویان، و بعداً به 50 تشکل رسیدن و اعلام کردند که رفع ستم ملی بشه و زبانهای سراسر ایران رسمی بشن، برابر حقوق. و پس از اینکه حزب چپ ایران هم فدرالیسم رو به عنوان بهترین شیوه در کنگره خودش معرفی کرد، با توجه به اینکه سازمان مجاهدین هم پذیرفته و همه احزاب کردی، آذربایجانی، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، عرب‌ها همه این مسئله رو پذیرفتن و همزمان با سازش آمریکا و ملاها، به نظر شما همه این عوامل دست به دست هم ندادن برای زدن سازمان مجاهدین خلق در این شرایط که اگر 5 حزب جمهوری خواه یکی شدن، اتحاد کردن، حزب دموکرات و این احزاب هم که همه موافقن، اگر سازمان مجاهدین هم امضا بده و قبول بکنه، با توجه به اینکه بشارت اتحاد و بعد از 5 حزب سازمان مجاهدین صادر کرد شادمانی خودشو، آیا جمهوری اسلامی از این نترسیده که اگه چنین امضایی صورت بگیره حتما جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن و شروع کرده به زدن مجاهدین که چنین توافقی صورت نگیره؟ به نظر شما همه اینها دلیل نمیشه؟ میخوام نظرت بشنوم. والا تاثیر داره، هر چقدر که گروه هایی که خب اپوزیسیون هستن به هم نزدیکتر بشن تاثیر داره در واکنش های جمهوری اسلامی. همین بالا من بیانیه همین ائتلاف دموکراتیک ملت ها رو گذاشتم که این حمله به سازمان مجاهدین رو محکوم کردن و این اتفاق مبارکی هست، چون که مثلا در آذربایجان من به یاد ندارم که مثلا حزبی بیاد از سازمان مجاهدین بیاد صحبت بکنه یا اصلا مثلا در گفتگوها، چون که خب یک نوع نگرش خاصی بود. منتها خب احزاب آذربایجانی و احزاب بلوچ و عرب‌ها به هر صورت الان به این نتیجه رسیدن که قشقایی ها به این نتیجه رسیدن که این باید دفاع بشه از سازمان مجاهدین، حرکتی که حمله به اینها هستش رو باید محکوم کرد. من در حمله به سازمان مجاهدین بیشتر سازش آمریکا رو با جمهوری اسلامی
مؤثر میدونم. علتش هم بیکفایتی اپوزیسیون بود. یعنی علت این که آمریکا خب خلاصه به هر صورت با یک مسئله اتمی، با یک مسئله امنیت بین الملل و خیلی فوری به نام بمب اتمی ایران مواجه هستش و در شرایطی که اپوزیسیون بیکفایت هستش، نمیتونن جمع بشن، نمیتونن حول یک محور اتفاقی انجام بدن تا مردم رو بتونن راهبری بکنن در داخل و مردم رو در داخل هماهنگ بکنن. آمریکا هم خلاصه منفعت جامعه بین الملل و شرکاش رو در این دیده که برای کوتاه مدت هم شده دست به توافقی بزنه که جلوی این مسئله اتمی ایران رو کوتاه مدت هم شده بگیره و ما پس لرزه هاش رو در اروپا از نوع رفتار دولت آلبانی می‌بینیم. حالا دولت آلبانی چیه؟ آلبانی مثلا یک کشور خیلی کوچیک هستش، از این مراغه ما هم یکم بزرگتر ممکنه باشه، منتها خب یعنی زیاد کشور تاثیرگذار نیستش و اونها گوش به فرمان آمریکایی ها هستن که آمریکا چی بگه اون رو عملی میکنن و ما مقصریم در این رفتاری که با مجاهدین میشه. علتش هم این هستش که اگه یک گزینه دموکراتیکی، یک آلترناتیو دموکراتیکی نتونیم شکل بدیم که تأثیر بذاره، خب طبیعتاً اون تأثیرش این خواهد بود که آمریکایی ها، فرانسوی ها و همه با جمهوری اسلامی که طرف دیگر میدان هستش وارد مذاکره و سازش خواهند شد و در این مسئله اتحاد و ایجاد مثلا گزینه آلترناتیو بدون شک پهلوی جایی نداره. یعنی این رو باید از صحبت کردن در مورد این فرد که به عنوان مانع اصلی انقلاب هم بود دیگه یواش یواش چیز بکنیم، یعنی گذر بکنیم، مثلا صحبتی ازش نکنیم، چون که فکر میکنم که ما بیش از با صحبت کردن در مورد این فرد داریم بزرگش میکنیم، چون مردم در بین مردم مثلا جایگاهی نداره. یعنی فردی که به هر صورت گزینه اصلی و افراد تعیین کننده در کف میدان همین تشکل‌های صنفی هستن که میتونه کمر حکومت رو با اعتصاب‌ها بشکنن، همین ملت‌ها هستن که در نقاط مختلف میتونن مبارزه‌شون رو بکنن و البته گروه‌های مثلا گروه‌های دموکراتیک سراسری ممکنه مثلا تشکل چپ یکی از همین گروه هاست که خب نظرات مترقی داره. باید گذشت از اون اولترا ناسیونالیست های افراطی در جبهه ملی که مثلا من یادم هستش در سال 83 من آقای کوروش زعیم رو دعوت کرده بودم در دانشگاه زنجان، فیلمش هم هست، میگفتش که بودن یک کلاس درس به زبان ترکی، یک واحد اختیاری زبان ترکی در دانشگاه زنجان به زبان ترکی امنیت ملی ایران رو به خطر میندازه و کاملا یک کار خیانتکارانه هستش. خب از این افراد چه انتظاری میشه داشت؟ اینها ایران رو اشتباهی تصویر میکنه. یعنی مسئله ما این هستش که اول باید یک شناخت درستی از ایران باشه، بعداً بر اساس خب شناخت اون ما بیایم و راهکاری را بدیم. شناخت جبهه ملی از ایران متحد الزبان و متحد فرهنگ هستش و این نمیتونه، این گروه همشون هم ماشاءالله یعنی حضرت عزرائیل رو زودتر فکر کنم ببینن. منتها خب البته خب چیز نمیکنه، ببخشید این حرف نباید میزنه، منتها یعنی این گروه نمیتونه چیز رو تغییری در ایران ایجاد بکنه.
و به واسطه اون طرفدارای خارجی این تفکر ملیگرای افراطی هم که نمیتونه گروه ها و اپوزیسیون های دموکراتیک اگه جمع بشن تأثیر خواهند داشت در کف خیابون. تشکل های صنفی هم 50 تا تشکل صنفی مال فرهنگیان بود که از دوستای من خیلی هاشون اونجا هستن. گروه های دموکراتیک سراسری که عنوان سراسری داره البته و همین ملت. سپاس یا شادیان، سپاس، مرسی، قربانت. ببینیم دوست ما آتسا چی میگن. آتسا جان بفرمایید. یاشار جان مرسی، سپاسگزار. درود بر شما، درود بر شما. من واقعیتش تازه اومدم تو اتاق، خیلی در جریان صحبت ها نیستم. فقط خیلی کوتاه میخوام نظرم رو بگم با اجازه البته دوستانی که از قبل بودن. این که ببینید ما الان تو هر اتاقی که وارد میشیم تمرکز هست روی نظر خودشون. همین الانم من برام جالب بود چون اینجا کلمه فدرالیسم رو گذاشته بودین. میخواستم ببینم تو این اتاق هم بیشتر داره تمرکز میشه روی چپ، روی همین واژه فدرالیسم و دارن بقیه رو میکوبن یا دارن از بقیه انتقاد میکنن. دیدم اینطوره. ببینید من خودم اولا آدم حزبی، یعنی وارد هیچ حزبی نشدم، اما خب بالاخره نظرات خودم رو دارم و نظرات من بیشتر به چپ نزدیکه. در مورد این صحبتی هم که الان آقای یاشار کردن که دیگه سعی کنیم که نام بعضی از افراد راستگرای افراطی رو اصلا عنوان نکنیم، من بسیار در این مورد موافق هستم. اما صحبت اینه، ببینید ما هنوز جمهوری اسلامی رو داریم تو ایران. من بعضی وقتا تو اتاقهای مختلف که میرم، این عزیزان دوستان کرد ما خب خیلی از شرایط ناراحتن و بسیار اصرار دارن روی یه سری موازینی که عنوان میشه از طرف احزاب کردی و همونا رو هی تکرار میکنن و مسیر اصلا صحبت رو میبندن. ببینیم ما الان هنوز نگذشتیم از جمهوری اسلامی که داریم تعیین تکلیف میکنیم که بعداً فدرالیسم بشه یا نشه. الان ما نیاز به همبستگی داریم. من تا حد زیادی کاملا امیدم رو از نیروهایی که حالا نگاه راست بیشتری دارند بریدم، ولی حداقل بیایم یک ذره با هم از موازینمون حداقل در گفتاری که تو این اتاقها هست یه ذره کوتاه بیایم، ببینیم مثلا به جایی میرسیم که حتی گروهایی که میان رو هستن یا چپگرا هستن میتونن واقعا با هم به یه تفاهمی برسن. الان من فکر می‌کنم تو این مرحله ایم ما و من به نظرم بلوغ سیاسی هر گروهی یا هر فردی به عنوان حالا یک شخص از اینجا نشون داده میشه که بتونه مکالمه کنه و بتونه یک قسمت از نظرات و عقاید طرف مقابل رو هم حداقل اگه نپذیرفت در مقابل سکوت کنه. من واقعا آرزو دارم به جایی برسیم که بتونیم با هم صحبت کنیم صادقانه، دوستانه و همه به خاطر فردای ایران. من خیلی ممنونم که به من وقت صحبت دادید. ممنون قربان ها عزیز. من اجازه دارم یه صحبت کوتاه از من خواهش شروع می‌کنم. کنم؟ بله. دوست عزیز، ببینید این که کردها اصرار دارن تو این مسئله، دلیلش در واقع از تجربه و سیاسی بودن این مسئله است. ببینید اولا رو حقوق اساسی که نمیشه به قول معروف دیگه نشست و معامله کرد.
ما یا دموکراسی میخوایم یا نمیخوایم دیگه، حد وسط که نداریم. بعد حقوق فرعی هم که نیست. ببینید دوست من، فدرالیسم در واقع تنها راه حل مشکلات ایرانه. ببینید ما یه سری مشکلات داریم، یه حزب سیاسی وظیفش اینه که این مشکلات رو آدرس بده و راه حل شفاف بده، کلیگویی نمیکنه، چه میدونم تو توهمات و هپروت زندگی نمیکنه. یعنی در واقع یه حزب سیاسی باید اینجوری باشه، یه سازمان سیاسی باید اینجوری باشه. واسه همینه که میبینید به قول معروف یه راه حل هست، یه راه حل ارائه میشه. این راه حل نه کشف منه نه کشف چه میدونم آقا عزیزه. ببینید فدرالیسم یه چیز مطالعه شده است، یعنی کلاسیفاید شده، هزاران کتاب و مقاله دربارش هست، تجربه شده. تقریبا نصف کره زمین با فدرالیسم اداره میشه. بعد یه تاریخ دور و دراز هم داره. یعنی در واقع میشه گفت یه دیفکتو استاندارده برای حل مشکلاتی که مثلا ملل تو ایران دارن. خب یه حزب سیاسی یا یه جریان جدی سیاسی نمیشینه که هذیانگویی بکنه، همینجوری از خودش چه میدونم درباره چیزهایی که اصلا وجود نداره صحبت کنه. یعنی ما باید اینو بفهمیم، یعنی بلوغ سیاسی خیلی مهمه. این جریان‌های اکثر این جریان‌هایی که ما می‌بینیم، حتی جمهوری خواهش، یعنی واقعا من گوش میدم خندم میگیره. من توی روم جمهوری خواه بودم، خب یه سری کلیگویی میکردن و بعد انتظارم داشتم که مثلا جدی گرفته بشن، ولی که دقت میکردی میدید اینا اصلا هویت سیاسی هم ندارن. هویت سیاسیشون رو اومدن اینجوری تعریف کردن که دیگری سلطنت طلبا باشن. یعنی فکر کن یه جریان سیاسی از خودش یه هویت مستقل نداشته باشه، یعنی اینکه یه ضرورت برای وجودش تعریف نکنه. این ضرورت چیه؟ اصلا هر چیزی که وجود داره باید یه ضرورت داشته باشه. ما یه سری مشکلات بنیادی داریم تو ایران. هر سازمانی که اگه جدیه بخواد اصلا ضرورت وجودی داشته باشه، باید اونا رو آدرس بده و راه حل داشته باشه. واسه همینه که مثلا این قسمت الان تایتلم درباره جمهوری خواست، اومدن خودشونو دیگری جریانی تعریف کردن. به این پارادوکس نگاه کن، دیگری جریانی تعریف کردن که این جریان اصلا نمیتونه، یعنی هزار تا دلیل میشه آورد که اصلا نمیتونه در آینده ایران نقشی داشته باشه. یعنی یه دوگانه فیک که اتاقهای فکر جمهوری اسلامی هم درست کردن، دوگانه فیک سلطنت جمهوری. واسه همینه این جریان خب نه تأثیر گذارن، خیلی خیلی این جریاناتی که میبینی جنجال درست میکنن ولی هیچ تأثیری در هیچ کجا ندارن، هیچ برنامه‌ای هم ندارن. یعنی باید یکم حرفه‌ای تر به این مسائل نگاه کرد، یعنی مسئولیت پذیرفت، نه اینکه همینجوری بیام یه نظری بدیم مثلا چه میدونم غیر متمرکز. آخه غیر متمرکزم شد راه حل؟ این اصلا یه بچرم راضی میکنه؟ بعد انقلاب که اینجوری نمیشه با کلیگویی و هر کی 4 نفر جمع کنه یه محفل تشکیل بده و چه میدونم طرح ارائه بده و اینجوری نیست. مردم که میخوان انقلاب کنن باید یه تصویر روشن از آینده داشته باشن، یه تصویر بهتر از جمهوری اسلامی حداقل. در اون صورت میان انقلاب کنن، مرض که ندارن برن به قول معروف مثل سال 57 حالا بیا با هم همه با هم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم بعدن یه چیزی میشه. خب این شدنی نیست، این میشه همون سال 57. اینه به نظر من یکم باید
بحثا پخته تر باشه. انسان که فکر میکنه واقعی باید به مسائل فکر کنه، ایدئولوژیک فکر نکنه. به جامعه ایران نگاه کن، یعنی این انقلاب دو تا ستون داره. اگه بخوایم دو تا عامل اصلی رو نگاه کنیم، یکی زنانن، یکی جنبش ملی همین ملل. بعد هیچ راه حلی برای مثلا مشکل ملی نداشته باشیم، بعد بگیم من مخالفم. خب مخالفی باید یه طرحی داشته باشی دیگه. بعد نه اینکه از خودمون طرح در بیاریم. ایران که به قول معروف موش آزمایشگاهی نیست، باید یه چیزی باشه تجربه شده باشه، چه میدونم منطبق باشه بر شرایط ایران، مطالعه شده باشه. این سیاست اینجوریه. به هر حال ممنونم آقا عزیز از فرصتی که دادین. یکم باید واقع گرا باشیم. بحث اصلی اینه. اگه یه سازمان میخواد واقعا نقشی برای خودش تعریف کنه و یه ضرورت برای خودش تعریف کنه، باید یه راه حل واقعی برای یه مشکل واقعی، یه درد واقعی از جامعه ایران داشته باشه، وگرنه اصلا ضرورتش زیر سواله، اصلا جدی گرفته نمیشه. همچنان که میبینین دهها گروه دسته هستن، همشون رو هم بذاری یه درخواست بدن از مردم محلی خودشون که مثلا سیگار فروشی ها ببندن، شب میبندن یه سیگار فروشی هم حاضر نیست مغازش رو تعطیل کنه. بسیاری این جریان ها هستن فقط پارازیتن تو این به قول معروف انقلاب. تا الان که اینجوری بودن. ممنونم آقا عزیز. من میتونم. بله سپاسگزارم فرخ عزیز. جناب اچ عزیز اگر من یه چیزم بگم. این سلام قربان، من میتونم بعدا صحبت کنم یه چیزی بله بگم؟ بسیار خوب. بس. یا شارجان بفرمایید اگر کامنته. خانم آتسا یه حرفی گفتن که بذاریم ببینیم که اصلا مردم رأی گیری بشه، بعدا ببینیم اصلا فدرالیسم رأی میاره. ببینید خانم، فدرالیسم مربوط به حقوق بشری ماست. یعنی این که ما حق حاکمیت ملی داشته باشیم، این که ما معذرت میخوام چون بحثا داره به این سمت میره. من میخواستم این رو روشن کنم که من خودم طرفدار فدرالیسمم. اصلا صحبت شما میخواستم که زحمت نکشید که منو بخواین توجیه کنین، چون من خودم اعتقاد به فدرالیسم دارم. من صحبتم همراهی بقیه مردمه، چگونه بتونیم بقیه مردم رو همراه کنیم. ببخشید. من یک چیزی اضافه بکنم اگه اجازه هست. نوبت شماست گرامی، بفرمایید. خواهش میکنم. البته نوبت اچ هست ولی شما بفرمایید. خواهش میکنم. البته ایشون گفتم بعداً صحبت میکنم، اگه هستن من منتظر. بله بفرمایید. بله. خانم عطسا، اونی که شما دارین میگی درست. یعنی اگر مثلا شما همچین دیدگاهی داشته باشین اصلا نیازی نیست که خیلی بحث بشه، چون شما میگی طرفدار این هستی، اونایی هم که طرفدار فدرالیسمن. خب راحت. اما یه بحثی هست که چه نوع فدرالیسمی، چون ما حداقل 10-15 نوع فدرالیسم داریم. خب ولی باز افرادی که بالاخره به نوعی واقعی فدرالیسم رو قبول دارن مشکلی با اینا نیست. ولی اون اتحادی که شما میگید، مثلا شما سال 57 خیلی از گروه ها متحد شدن با هم بدون اینکه پلتفرمی باشه. بعد از اون 2-3 سال بعد شروع شد اختلافات، چون اصلا از اول روی چه چیزی اتحاد کرده بودن مشخص نبود. الان هم مثلا ما گروهایی داریم که واضح مخالف فدرالیسم. خب حالا شما که میگی رأی بیارم، خب اب نداره. اگه مثال دارم میگم، رأی نیاورد حرف شما درست، یا رأی آورد فلان. ولی بعضی هستن به شدت میگن به هیچ عنوان، همون که شما دارین میگی بحث باید، کسی نمیگه باید فلان چیز. ولی عده‌ای هستن که اصلا به رأی مردم هم اعتنایی ندارن، فقط میگن اون حرف ما حرف به قولی که میزنیم و اون اعتقادی که داریم، مثلا آقا مرکزگرا باید باشه بدون چیز، یک پرچم یک فلان. اشکال اینجا پیش میاد. و این مسئله که هستش اینه که مثلا اگر حالا این اتحاد صورت گرفت و یه نظامی رفت و بعد از اون یه گروهی حاکم شد که به فدرالیسم و اینا هیچ به دموکراسی اعتقادی نداشت،
خب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اتحاد شده، یه نظامی رفته، الان یه نظام دیگه ای میاد با همون چیزا، با چند تا فرق دیگه. مثلا حجاب اون موقع قدغن بود، الان آزاد. مثلا نمیدونم الکلیجات ممنوع بود، الان آزاده. چند تا تغییر اینجوری میکنه و دوباره بنبست سیاسی و همین میشه. و خب نظام های بین المللی هم باز دوباره تحریم های حقوق بشری هست و در نهایت کاری جلو نمیره. عملا جمهوری اسلامی هست، راحت میتونه تحریم ها رو دور بزنه، حداقل یه حداقلی رو برای مردم داره تامین میکنه. اگه بره مثلا یه نظام دیکتاتوری دیگه بیاد، لزومش چی؟ بحث سر اینه که اول از همه این مباحث مشخص بشه که آقا جان، افرادی که میگن آقا ما اصلا به شدت مخالف فدرالیم، حالا اونا رو گذاشتیم کنار. اونایی که هستن چه نوع فدرالی میخوام؟ با مثلا الان خود شما با چه نوع فدرالیسمی موافقید؟ فدرالیسم اقتصادی موافقید؟ فدرالیسم استانی موافقید؟ فدرالیسم اتنیکی موافقید؟ فدرالیسم تام موافقین؟ اینا هست که جای بحث داره که اول باید بحث بشه که بعداً دیگه جای شک و شبهه نمونه، که مشخص بشه روی چیز واضح چجوری میگن شرط کردیم، دیل کردیم که آقا جون این نوع فدرالیسم رو اکثریت قبول دارن. حالا بعداً رأی آورد نیاورد اون بحث دیگه. ممنون. بله سپاسگزارم. همینجور که سرکار خانم اشاره کردن، خب اشاره اساسی است که تا حاکمیت ملاها با 600,000 سرباز و تانک و توپ و 8 گونه لشکر دینی برجاست که ما نمیتونیم فدرالیسم بسازیم. مسئله سر ساختن یک آلترناتیو که این آلترناتیو برای که ما در خاورمیانه زندگی، وقتی میگیم در خاورمیانه زندگی میکنیم یعنی اینکه خودمون به تنهایی با اراده خودمون نمیتوانیم دولت ملی درست بکنیم. چرا؟ برای اینکه عملا اینو دریافتیم که ما همه خاورمیانه حیات خانه ابرقدرت ها هستیم. ابرقدرت ها برای پذیرفتن هر نظامی، هر دولتی بدون توافق اونا امکان ناپذیره. یعنی ما توی این 100 سال نداشتیم یک حاکمیتی در جایی در خاورمیانه برقرار بشه بدون توافق این قدرت‌های بزرگ. امکان ناپذیره. میگن حیات خلوت ماست. انرژی جهان اینجا نهفته است و به ویژه از راه محاصره دریایی، این دریاهایی که در شمال جنوب این خاورمیانه هستند، به ویژه در اطراف ایران، اینجا امکان ناپذیره. باید توافق صورت گیره. چنانچه میبینیم در لیبی کردن، در عراق کردن، در یمن کردن، در افغانستان کردن. جوامعی که در 80 سال پیش رفتن، هند، چین، ژاپن، اینها تونستن کسب بکنن، جمعیت‌های فراوان بودن، ممالک بزرگ بودن و یک قطب دیگری هم در رقابت بود، توانستن. الان اونم از بین رفته. یک کتاز جهان هر کاری دلش میخواد میکنه. اینه که ما در چنین شرایطی قرار گرفتیم، لذا ما باید یک آلترناتیو درست کنیم که این آلترناتیو وارد گفتگوی با ابرقدرت ها بشه که بگن آقا بعد از ملاها کی میخواد بره، ما با کی باید گفتگو بکنیم. این باید برسه. تا این نرسه جابجایی صورت نمیگیره. ما هم اکنون 2 بخش بودیم تا 3 ماه پیش، 2 ماه پیش در 2 بخش بودیم. یه بخش سلطنت طلب ها بودن و یه بخش هم جمهوری خواهان. سلطنت طلب ها برجشون در آخرین مرحله تلاششون جورجتاون بود. تموم شد رفت. اون فرو ریخت. دیگه کسی معامله با کسی به نام بچه شاه نمیکنه. تموم شد. موندن جمهوری خواهان. بخشی از جمهوری خواهان توی حاکمیت ملاها هستن که ناراضی هستن، میخوان که این حاکمیت رو استحاله کنن.
شورای نگهبانش رو بردارن، یک حکومت دلخواه خودشون که هنوز دینی باشه ولی رفرم بشه. بخششون زندانن، بخششون بیرون شدن مثل موسوی و کروبی و دیگران، گذر از جمهوری اسلامی رو دادن. موسوی با تانک از روش رد شده، یا جمعیت بزرگی هم هستن، دولت داشتن در 8 سال، ادارات داشتن، استانداری ها داشتن، شهرداری ها داشتن، شوراها داشتن، کارگزارها داشتن و نیرو دارن. یه بخششون هستن که چپن، مثل حزب دموکرات کردستان، نیروهای ملیتی، کامله، حزب مردم بلوچستان، تضامن اهواز، ستاد ترکمن صحرا، احزاب آذربایجانی و احزاب قوی در ملیت ها که میتونه شهر تعطیل بکنه. حزب چپ هست، سازمان مجاهدین هست. اینها به یک توافق رسیدن که جامعه آینده ایران فقط از روی دموکراسی و سکولر به آسایش نمیرسه، برای که در همسایگی ما یک دولت بزرگی داریم که میخواد به اتحادیه اروپا برسه، پیشرفته هم هست، هم به لحاظ صنعتی تا حدودی، هم به لحاظ جامعه مدرن تر، و سکولار دموکرات هم هست، اما خونینه، نتونسته مسئله کردها رو حل بکنه. لذا از راه فدرالیسم میگذره، یعنی یک جامعه دموکراتیک، سکولار و فدرال. این احزاب چپ، یعنی حزب دموکرات کامل، شورای همکاری کردستان و احزاب ملیتی، حزب دموکرات کردستان کامل، حزب چپ، اینها به این توافق رسیدن که ما فقط از راه یک اتحاد فدرالی میتونیم حکومت ملاها رو شکست بدیم. سخن بر سر بخش دیگر جمهوری خواهانی است که جمهوری خواهند ولی میخوان با شاهی ها بسازن در یک ایران باستانگرایی و همان مرکزیتی که داشتن، نام دموکراسی و سکولارم برش بگذارن. ما الان سرکار خانم آستا اینجا گیر کردیم. حالا به نظر شما اگر این احزابی هم که من عرض میکنم، مثلا سازمان مجاهدین یک سازمان علکی نیست، حداقل اگه ما 200 پایتخت داریم، در هر 200 پایتخت یک نماینده پرقدرت کادر دیسیپلینی 40 ساله داره، یعنی 200 نفر فقط نماینده پایتختی داره. حزب چپ همینطور، حزب دموکرات همینطور، در هر کدوم از این پایتخت ها که شما بگید یک نماینده دارن حداقل. حالا اون نفوذ داخلی رو ما میذاریم کنار و این ائتلاف هم باید در خارج از کشور صورت بگیره، چون در داخل که امکان پذیر نیست. و اینها با زندانیان سیاسی ایران هم، با زندانیان نامدار در تماسن، هر سه تاشون. از نظر تحلیلی که الان من میکنم، انگار این ائتلاف مقدوره و به همین دلیل هم جمهوری اسلامی در همین اکنون که این ائتلاف داشت سر میگرفت، 1 ماه بود که اینها در دیدار با همدیگه بودن، سازمان مجاهدین زد. به نظر شما ما چگونه الان عبور کنیم در این لحظه و چه کار باید کرد؟ سپاسگزارم. ممنونم از توضیحاتی که دادین. ببینید همه این چیزهایی که شما گفتین درست، بالاخره ما احتیاج به یه آلترناتیو قوی داریم برای مباحثه راجع به مسائل خارج از ایران و جلب توجه مردم در داخل ایران که بتونیم یک هم صدایی به وجود بیاریم. ایران یک کشوریه که سابقه دموکراسی رو نداره و مردم ذهن استبداد زده دارن در ایران. برای همین از هر نوع آلترناتیوی که
قبلا نشنیدن و براشون غریب است میترسن. با توجه به تبلیغاتی هم که یعنی ضد تبلیغاتی هم که چه رژیم آخوندی چه طرفداران راست افراطی توی جمعیت میکنن. ببینیم من تو مردم دارم زندگی میکنم، چه داخل ایران، من خارج از ایران هستم ولی به هر حال ارتباط دارم، چه داخل ایران چه خارج از ایران. مردم عادی بسیار میترسن از آینده، حقم دارن که بترسن با توجه به این 100 سال سابقه به هر حال اتفاقات بدی که برای همه افتاده. کل صحبت من اینه که باید یک راهی پیدا کرد تا از طریق گفتگو با همراهی بتونیم نظر مردم رو جلب کنیم. اما اولش وقتی که وارد اتاقا میشیم اصرار داشته باشیم. ببینید این صحبتی که این آقای علی گفتن، من خودم طرفدار این نوع نگرش سیاسی هستم، ولی آیا مردم ما مردمی هستن که نگاه سیاسی درستی دارن، اصلا سیاست رو میشناسن؟ باید شرایط، نه اینکه مردم رو گول بزنی، باید شرایطی به وجود آورد تا مردم فرار نکنن، فکر نکنن الان ایران میخواد تجزیه بشه. شما میبینید که تو رسانه ها خیلی مستقیم نیروهایی که راست افراطی هستن خیلی مستقیم میان میگن اگر کسی عنوان کرد کلمه فدرالی کردن ایران رو، بدون اینکه اون تجزیه طلب، بدون هیچ رو درباسی میان این عنوان میکنن. و یه درصد زیادی از مردم ایران میان مقایسه میکنن الان امروز جمهوری اسلامی رو با 50 سال پیش زمان محمد رضا پهلوی رو. خب اون موقع بهتر از الان بوده، یه واقعیتیه. ببینید من دارم میگم نیروهای سیاسی علاوه بر اون فضای سیاسی که دارن کار میکنن و فضای جدیه، باید یک فضایی هم در کنارش داشته باشن که بتونن که نظر مردم رو جلب کنن. ببین مجاهدین زمان انقلاب با میلیشیا این کار رو میکرد. چون من زمان انقلاب بچه بودم، 10 سالم بود، ولی یادم اون موقع رو که جمع میکرد آدم. ولی گروهایی که طرفدار فدرالیسم هستن کسانی که حالا این سابقه بد رو دارن در ایران و میخوان به قول معروف آزادی عملی بیشتری پیدا کنن و حقشون رو بگیرن، منم بهشون حق میدم. من به عنوان یه فارس، البته من شمالی هستم، ولی من حق میدم که به قول معروف اصلی ترین مسئله‌ای که ما در مورد دموکراسی باید رعایتش کنیم حق افراد. ولی مردم میترسن. همه ایران، کردستان و نمیدونم استانهای به قول معروف اطراف نیست. یه ذره من کلا نظرم اینه، یعنی اصلا بحثی روی این که باید مواضع سیاسی روشن باشه ندارم. من به عنوان یه آدمی که به هر حال از نظر فهم سیاسی خیلی وارد نیستم، به عنوان یه آدم عادی که نگرانم، دلم میسوزه. من دوستای کرد زیادی دارم، بسیار آدمای خوبی هن. ولی من میبینم که خیلی از موضع شدید برخورد میکنن. من اینجا خدمتون بگم، من خودم بروکسل زندگی میکنم، از نزدیک چند بارم با آقای آهنگری برخورد کردم. الان آقای آهنگری تا حدی متوجه مواضع شخصی من هست به عنوان یه دوست معمولی که حالا توی مراسم ما هم دیگر رو میبینیم. ولی روزهای اول بسیار شدید برخورد میکردن.
یه ذره باید از این نظر، منظورم اینه، من خیلی عذر میخوام زیاد صحبت کردم. ممنونم آقای عزیز از اینکه ببخشید توجه کردین به حرف من. من میتونم یه صحبتی داشته باشم؟ بله بفرمایید. ببینید اینکه ملت ها مثلا فلان ملت شدید تند بر اخلاقش، اینکه یه ملت آرومه، چنین نیست. این توصیفی هم که کردین ملت ایران خیلی سیاسیه، خیلی میفهمند، اینا قاعدتا بایستی فدرالیسم رو هم درک کنن و این دیگه نیاز به این همه دافعه نداره. فدرالیسم هم بر یک پارچگی کشور تاکید داره و هم بر حقوق ملت ها. اینکه فدرالیسم درک نمیشه، یعنی اگر درک نمیشه، خب دلیل کج‌فهمیه دیگه، دلیل عدم داشتن فرهنگ سیاسیه، دلیل عقب موندگیه. اینطور نیست که به اصطلاح توپ بندازیم تو زمین ملت ها که اینها باعث شدن، چون ملت ها یه عده‌ای بر روی به اصطلاح تمامیت ارضی حساسن، ما از حقوق خودمون کوتاه بیاییم. چنین نیست، اصلا چنین هم نخواهد شد. بحثم اصلا این نیست که مثلا یک ملتی اگریسیو هست و یک ملتی اوپن هست، نه. کلا فرهنگی که بر ما حاکم بوده فرهنگ دیکتاتوریه. ما همه ملت عقب نگه داشته شده هستیم. این تعریف و تمجیدهایی هم که میشه، بیشتر به نظر من پا در یه نوع به اصطلاح خود برتربینی و شوونیسم داره. ما ملت هایی هستیم، یعنی ملتی که دیکتاتور زده است نمیتونه ملت پیشرفته ای باشه. میگن بگو کی بر تو حکومت میکنه تا من بگم کیستی. بنابراین این تعریف تمجیدها رو نباید جدی گرفت. این حرفا رو اگر واقعا ما تازه بیشتر از اون ایران شهری ها دلمون برای ایران یک پارچه میسوزه و احساس مسئولیت میکنیم، وگرنه بر مبنای آنچه که تا الان با ما رفتار شد، برخورد درست استقلال طلبیه. ولی ما از این حق خودمون عقب نشینی کردیم که شانسی بدیم به یک همزیستی با توأم با برابری و حقوق برابر و اینکه رفع ستم بشه از بلوچستان. چرا باید مثلا کسی که تو تهران زندگی میکنه، کسی که تو اصفهان زندگی میکنه، کسی که تو استانهای مرکزی میره تو آشپزخونه شیر آب باز میکنه، آب میخوره یا آشپزی میکنه، یه بلوچ باید بره از کیلومترها آب بیاره؟ یعنی شبکه آبرسانی ندارن. یعنی ببینید این پول نفت مگه مال بلوچ نیست؟ مگه مال خود عرب الاهواز نیست؟ چرا باید اونا رو دریای نفت و گاز نشستن آب ندارن؟ بعدم برین الان ببینید چند درصد، من به آمار بهتون میگم، چند درصد بودجه کشور در استانهای مرکزی، در تهران، در اصفهان، در جاهای دیگه استفاده میشه، چند درصدش در بلوچستان مثل یا مثلا همین کردستان. شما ببینید سراسر کردستان ببینید یه دودکش کارخونه نمیبینید. این کدوم برابریه؟ ما حق داریم مثلا، ما اصلا اگر واقعا ما میگیم مثلا، من خودم معتقدم استقلال یه حقیه برای همه ملت، حق تعیین سرنوشت. بنابراین اینطور نیست که حالا ما بدهکار مثلا ایران شهری ها باشیم یا به اصطلاح گفتمانمون رو یه طوری چیز بکنیم که ایران شهری ها خوششون بیاد. ایران شهری اگر با
فدرالیسمی که ما داریم صحبت میکنیم نیاد، اولا باید مسئولیت بپذیره که باعث و بانی تلاشی کشور اون هست و در حقیقت ما فرصت رو دادیم، زمینه رو فراهم کردیم، قیمتشو دادیم دیگه. ما که اکثریت هستیم در هر انتخاباتی. بریم ببینین خود وزیر آموزش پرورش اعتراف میکنه بالای 75% مردم، جمعیت مردم ایران همین ملت‌های تحت ستمن. یه قدم فقط ترک‌ها نزدیک به نیمی از جمعیت کشور. خب در هر انتخابات دموکراتیک اگه باشه ما اکثریتیم، خواستمون پیش میبریم با حفظ حقوقمون هم خوب میشناسیم که ما حقوقمون استقلالم هست، استقلالم حقمونه. ولی خب الان داریم میگیم آقا ما میخوایم ایران یک پارچه داشته باشیم، میخوایم به فدرالیسم اعتقاد داریم دیگه. خواهشاً ما رو تلاش نکنید که از این حقی هم که داریم کوتاه بیاییم و میشه همون چیزی که در 100 سال اخیر بوده، همون سرکوب و جنایت و بسیار انکار هویت و نگاه امنیتیه. حالا چرا باید بلوچستان اینطور باشه؟ چرا باید کردستان اینطور باشه؟ چرا باید آذربایجان اینطور باشه؟ چرا باید دریاچه رضایی اینطور، ارومیه اینطور باشه؟ اینها همه چرا بایستی مثلا کارون و کرخه و هورالعظیم خشک باشه؟ خب این نتیجه دیکتاتوریه. ببینید دیکتاتوری مستقیما روی زندگی ماها تأثیر میذاره، حتی روی ابتدایی ترین نیاز ما مثل آب. ولی اینطور نیست، در استانهای مرکزی این چنین نیست. برای همین ما میگیم ستم مضاعف. تشکر. مرسی کاوه جان، سپاس بر تو جناب. سلام. من یه سوال، من میتونم یه 5 دقیقه صحبت؟ بله بفرمایید. ببینید به هر حال توی ایران و توزیع ثروت ما اینجا در این اتاق چندین مرتبه صحبت کردیم و علت محرومیت مناطق خارج از مرکز تو هم در جریان اقتصاد و سرمایه گذاری دور از مرکز که این نه فقط برای ایران بوده، برای همه جا بوده، ولی همه جا با همت دولت و همکاری های دولت و منابع ملی اون مملکت تغییر پیدا کرده که اینو ما چند بار از روی همین این مسائل مطرح. بعد ببینید شما مسئله محرومیت بر هیچ کس پوشیده نیست، مضاعف یا حالا چند برابر یا تصاعدی، و هیچ انسانی هم خواهان این نیست که یک نفر برای آب آشامیدن به جایی بره که حیوانات هم در اون چاله ها. من مقاله خوندم از حسین بر، اینو در سال دانشگاه خوندم که این خودش استاد ما بود، و میرن همون جایی که حیوانات هست آب میخورن فلان اینا. ببینید این درسته، شما دردی رو باید در حقیقت که تشخیص میدید علت و معلول کنید. وقتی تقسیم بندی های شما اینجوری مطرح میشه که اقلیتی به عنوان فارس بر ما حکومت میکنن، نمیدونم یه چیزی بازه یا بسته، من اینو خاموش کنم و انداختمش پایین. چرا پایین نمیندازی برادرم؟ از این شوونیزم از اومده این کارو میکنن. فرستادم پایین. آره ادامه اشکال بدیم نداره جان. اگر شما باید لذت وقتی کسی رو میاری بالا بشناسید. معذرت میخوام اشکال ولی دو نداره. بار این کارو کرد، دو بار. بله این آره انداختم مسئله پایین. اینه که وقتی نمیدونم که ما به هر حال درد رو میشناسیم، علت قضیه پدیدار شدن این قضیه رو باید بشناسیم. شما وقتی تقسیم بندی های به هر حال کرد و بلوچ و غیر رو میکنید، دارید فارس رو جدا میکنید ناخواسته.
چرا؟ که شما فکر میکنید توزیع ثروت این حکومت مستبد به فارس میخوره و این در حقیقت فارس هست که طعمه دیگران رو بر میداره. من اگر به شما بگم در جنوب ایران که حالا اونا نه کردن نه بلوچن نه غیره هستن، فقط در استان فارس طبق گزارش اون سهمیه آماری 4000 روستا ما داشتیم. این جزوش رو من خونده بودم برای او یک مرحله آب شیرین کردن داشت دانشگاه شیراز. باید میدونستی چقدر فلان اینا. جاهایی ما رفتیم که درخت از وسط نصف شده بود از خشکسالی و بی‌آبی و دست اون مرد رو که من دیدم در اونجا نشسته، فقط 2 خانواده زندگی میکردن. آدم گریش میگیره از نظر غذا، از نظر آب تلخ که اصلا وجود نداشت در جنوب. یعنی شما 3 ساعتی بوشهر که میمدید پایین امکان زندگی وجود نداره در اون دما با اون مگس ها و اون غیره ها. وقتی که دارید صحبت میکنید یادتون باشه که مسئولیت دارید. وقتی فارس رو مجزا میکنید یعنی فارس بری هست، فارس رانت این قضیه رو میخوره. تو تهرانی که سر شیر آب میره این کجاست؟ من نمیبینمش. اینو باید اب نداره. یکی اینو میاره بالا عزیز جان، میاد من یکی داره میاره بالا. بالا سریع خب نه، میره یکیش پایین. از شما داره میاره بالا، این نمیتونه بیاد بالا. یکی از این مدت داره میاره بالا. نه ببینید نمیدونم کی رو خودش دعوت نمیتونه کرد. عزیزم. آقا آقای یه فروشی لحظه توضیح بدم آقا. نمیدونم کی دعوت شده میاد بالا سریع میره پایین. اینو بلاک کن، اینو بلاک کن. آقای یکی از شما نداره. بلاک کن. اشکال نداره. حالا اینم دوست داره خودش اینجوری وقت رو نگذرونیم، اشکال نداره. ما تو خیابون و تو بیابون و سر کار از این صداها. بعد این در حقیقت باید ما مواظب باشیم و مسئولیت داریم. 13 میلیون چه میدونم فلان در تهران، محل گیلانی ها، محل شیرازی ها، محل یهودی ها، محل آذری ها، اینا میرن سر آب میخورن. هموطنانشون، همشهریاشون، خالشون، عمشون در اونجا کمبود آب داره و غیره داره. اینش هیچ مسئله نیست. فقط ایران تهران و شیراز و اصفهان نیست. تهران جاهایی داره که شما هنوزم اسمش هم رو شاید نشنیده باشید، همطور که من نشنیده بودم. ایران جاهایی داره که نمیدونست اون زمانی که ما رفتیم برای پرس و فلان اینا یخ چی هست، اصلا یخ کجا هست. و به هر حال این محرومیت رو داره. برگردیم به این قضیه که شما به عنوان انسانی که یک همراهی میخواید، یعنی در حقیقت شما یه همگرایی میخواین برای این ظلم، برای این ستم، برای یکسان کردن، برای یک نواخت کردن. فارس هم بخش عظیمی از این هست در حقیقت کمک کنه و شما با دوستان تقسیم کی بندی اینو دوباره میاره؟ این 3 بار اومد بالا. اب نداره آقا، ولش آخه کنید. عیب نداره چی؟ آخه یه مدیریه کسی هست اینو دوستان فرخ شما جان، اینو فرخ فالو جان، اینو داری؟ رموو بکن، اینو رموو آقا بکن عزیز، فرخ جان. آقا عزیز میاد شما یه فالو لحظه. داری اینو؟ آقا یه لحظه این میاد سریع از اتاق میره بیرون، وای نمیسه که من ریموف کنم. خیلی فرخ خوب. جان رموش کن، اصلا یه لحظه من ببندش. یه چیزی بهتون بگم، این کارو بکن. ببین این یکی از شما فالو داره اینو، یا فالو من شما کی؟ نکرده. شما میتونید همه مایکا رو ببندید. اصلا نیازم نیست که 10 نفر 20 نفر مدیریتور بشن، بلندگو دستشون باشه. هر کسی خواست خودت میشناسی میزنی همه مایکا رو ببند. حالا اصلا مسئله نیست، اجازه بدین بس تموم میشه. اونم حاله میاد وقت ما رو. مسئله اینه که ما با آدرس غلط دادن در حقیقت یه تجزیه‌ای بین خودمون ایجاد میکنیم و میگیم که ما طرف مقابل ما کیه؟ شوونیسم فارسه. شوونیسمی هست که در تهران آب داره، در فلان داره، در شیراز داره، حافظیه داره، سعدی داره. من بلوچ، من کرد محرومیت دارم از جاده و غیره.
در صورتی که نه در زندان عادل آباد تعداد کردها بیشتر از شیرازی‌ها هست، تهرانی‌ها هست، نه در زندان زنجان، نه در زندان سمنان، نه در زندان اصفهان. وقتی که 4000 5 نفر 5000 نفر 4000 نفر از زندانیان جوان رو بدون محاکمه 5 دقیقه‌ای کشتن، دیگه ترک‌وگلو و بلوچ و غیره نبود. و وقتی دومین تصفیه رو در عادل آباد فارس کردن بعد از تهران، به خاطر جمعیت و به خاطر عجله‌ای که آقای خلخالی داشتش. حالا داستان این هست که ما وقتی به یک نظام طرفیم، این نظام نژادی نیست. یعنی ما نظام فاشیست رو نداریم که بگیم بازگشت به خویشتن نژادی هست، مثل فوکو که اون بازگشت به خویشتن رو داره، نازی ها و فلان و غیره. ما نظام فارس یا زبان فارسی یا نظام فارسی نداریم که داره ظلم میکنه. در حقیقت ساختار نظامی که ما در جامعهمون وجود داره، این ساختار نه ساختار عربی است نه انگلیسی است. همطور که در غرب ما به این قضیه به این شکل نگاه نمی کنیم. این داستان این هستش که ما اینجا، من تو اونجایی که میتونستم از روی اقتصاد سیاسی این توزیع نابرابر رو و این سرمایه گذاری هایی که دولت باید در طرح و توسعه در مناطق محروم میکرده که سرمایه داری رو تشویق به ایجاد اون بکنه، همین جایی که شما در غربم میبینید. ما اینجا وقتی که من در این شهر بودم، 1 ساعت که بیرون میرفتم از جاده، همه صحرا بود و مقدار مرگ در گوسفندان. آمریکا. بله بله. ولی امروز نگاه میکنید که در همتو داره دور میشه. 5 ساعت هم رانندگی کنی بری بالا، بیمارستان، مدرسه است، فلانه. کی این حرکت رو انجام میده که سرمایه داری یا به هر حال اونهایی که میخوان کسب و کار کنن، اصلا اونهایی که میخوان زندگی کنن. شما زن داری، بچه داری، میخوای بیا در یک کارخونه کار کنی، نیاز داری نصف شب به بیمارستان باید باشه، به مدرسه برای فرزند، درمونگاه، آموزشگاه. اینا اون مسائلی هست که یک دولت و ملت از هزینه مردم خرج میکنه و تشویق میشه سرمایه برای سود به این قضیه، به این مسئله و هر حال بره، که این متاسفانه در ایران انجام نشده و این محرومیت منطقه‌ای که خارج از مرکز که میشی همه چی کم بوده. حالا در سیستان بلوچستان ممکنه 60% کم بود باشه، ولی یا لارستان و فلان بندر عباس و بوشهر و درای لنگه که اصلا ماشین میان پایین، مسافرا میمدن درای فلان که ماشین اول بره پای سرش بره. این بی پدر و مادر چی کارش کنیم اینو؟ آقا یکی اینو ریموو بکنه. عزیز HEDE نه HEDE نه. آره اجازه هست من صحبت بودم کنم؟ بهتون میگم آقا عزیز، این قربون با منی؟ نه من ریمووش کردم اون فردی که بود. سعید جان ببین میتونی کارش بکنی. حالا به هر حال بله، به نام مردم ایران اتاق مجاهدین الان فتح شد. یه تعداد مجاهد پیرپاتال نشستن اینجا شروع میکنن به توهین به مردم ایران. من نمیدونم آخه شما تا روز مرگتون میخواید ادامه بدید یعنی چی؟ یه تعداد قبر عامل پدر تو و هر چی مجاهده. برو پایین، برو گم شو پایین، اتاقتون رو گرفتم احمقا، خاک تو سرتون کنه. خب واقعا اصلا خجالت نمیکشین؟ شما چی دارین اینجا میگین؟ نشستین برای خودتون چرت و پرت میبافین همینجوری. نمیدونم ایران رو که تجزیه کردیم، توی جنوب ایران پر از پشه بود، توی جنوب ایران موجودات عجیبی بود،
توی جنوب ایران مثلا فکر کردین الان من نوعی دارم از آمریکای شمالی با شما صحبت میکنم؟ آخه احمقا، نشستید رویا میبافید کشور ما رو به 40 پاره تقسیم میکنید تو رویاتون، تو خیالتون. اینقدر هم احمقین. باور کنید نصف کسایی که کنارتون هستن مامورای جمهوری اسلامی هستن که تاییدتون میکنن. من رو خودتون هم شک دارم. شما قلبتون تو اروپا پخش شده، یعنی روح همتون تو آلبانیه. کوروش اومدی والا کوروش؟ بله بالا، بله خب بالا. حالا بی پدر چطوری مادر کوروش؟ مجدد تروریستو فدرال میخوای عزیز کوروش بینام. یکم باشون صحبت کن، آشنا بشم.